خیلی مطالب جذاب اینجا. سریعا میخوام درس رو شروع کنم. حالا داستان تو مصر باستان چی بود؟ خب توی حالا ماشین های پیشرفته دنیا که من بنز اس 500 واسهتون آوردم، امروز میخوام توضیح بدم. هر سال طغیان میکرد، میومد بالا، زمینای کشاورزی اینا رو میزد خراب میکرد، اومدن یه میله‌ای زدن تو زمین. بچا تسلایی که ایلان ماسک، من و شمایی که اومدیم این نقطه وایسادیم داره یک کیلو ارز جغرافیایی هستیم. بچا من اسمش میذارم هندسه مختصاتی، ولی خب کتاب درسی شما بهش گفته که هندسه تحلیلی. حالا همینو میندازه رو هد اپ دیسپلی. هد اپ دیسپلی بچا یه نمایشگری که این جلوی ماشین اتفاق میفته. الان که دست منو ببینید دارم نشونش میدم، اینجا قشنگ توضیح بده که وقتی میرسه به این پیچه قشنگ بهش میگه بپیچیم بری ته آپشن لعنت دیگه. ولی خب پیدایش این قضیه اون روزی بود که اونا اون میله رو کوبیدن تو زمین. تبلیغات بنزم کردیم که تکیه ما توی ریاضی بعد اول دوم سوم بررسی می‌کنیم. بریم با هم دیگه یه بررسی ابعاد گیتی رو داشته باشیم که این موضوع خیلی باحاله. که هندسه مختصاتی رو تو سال 11 هم می‌خوایم با هم دیگه شروع کنیم. آماده ای؟ بریم که بهتر کنیم. اولین عنصری که می‌خوایم تو این محیط بررسی کنیم بچا تابع خطیه. برای این رادیکال A2 اضافه B2 رو می‌خوام که میشه رادیکال. این سه تا سوال رو نه، همون سوال آخرمو به همه بدید، نمیفهمن. اگر طرف بخواد از اون فرمول عمرن بچه اصلا این دید هندسی من تحلیل هندسی نداره بچه، فصل هندسی تحلیلی کادو و هدیه از طرف من به شما بود که ببینید بچه ما چقدر خفنی. حالا بریم بچه ها. دوستان سلام، وقتتون بخیر. جزوه آوردم واسهتون چه جزوه‌ای، مطلب آوردم واسهتون چه مطلبی. امروز قراره که بچه‌ها با هم دیگه اول هندسه مختصاتی رو بررسی کنیم که فصل 1/11 میتونه، چه برای بچهای رشته ریاضی چه دوستان تجربی که توی حسابان آخرای فصل 1 این موضوعات رو دارن، که این برای ما بچه‌ها یه پیش نیازی محسوب میشه که بعدش بتونیم مواد مخروطی رو شروع کنیم. یعنی قسمت اولش برای بچه‌ها سال 11 هم هست و بچهای 12 که خب تو پکیج طلای کنکور این رو دارن. بعدش بچه‌ها با بچهای 12 میریم سراغ فصل مقاطع که بهتر کنیم. پس همه سرفصلایی که اینجا نیازه رو بچه‌ها من پشت سر هم گذاشتم و اینجا یه پیکره کاملی از من تحویل میگیری که توش میتونی سوالای کنکور رو کاملا هندل کنی. یه پیش نیازی نیاز داریم از هندسه که هندسه مختصاتی بچه‌ها، من اسمش رو میذارم هندسه مختصاتی، ولی خب کتاب درسی شما بهش گفته که هندسه تحلیلی. من به نظرم اون هندسه مختصاتی بگیم بچه‌ها حرف درست‌تریه. خیلی مطالب جذاب اینجا. سریعا میخوام درس رو شروع کنم. داستان‌ها دارم واسهتون که بچه‌ها طرح رو جلد یه پیشنمایشی از کل این فصل واسه ما آورده که در مورد مقاطع مخروطی میخوام صحبت بکنیم و وضعیت نقاط نسبت به هم دیگه، که بچه‌ها اینجا کلی میتونیم مطالب جالب و جذاب با هم دیگه داشته باشیم که این طرح رو جلدتونه. یه نما کل مقاطع مخروطی رو هم بچه‌ها اینجا واسهتون جمع و جور کردم که این شکل‌ها بچه‌ها در نهایت یه همچین خروجی به ما میده. حالا باش آشنا میشیم. یه بار علی جون این طرح رو جلد رو به بچه‌ها بده که استفاده کنن از این قضیه. اوکی. خب حالا بیایم پیش من که بچه‌ها بحث رو شروع کنیم. خب همونطور که میدونید ریاضی یک علم قدیمیه، بسیار قدیمی. یعنی از اون تایمی که بشر خودش رو شناخت این ریاضی هم کنارش بود. اصلا بچه‌ها ما اگه بخوایم به ریاضیدان‌ها اشاره کنیم، مثلا یکی از ریاضیدان‌های معروف اقلیدوسه. ببین اسمش عتیقه است، اصلا هندسه اقلیدوسی بچه‌ها فکر کنم تو قرن 4 5 بود. یا تو مثلثات بچه‌ها آقای هیپارک تو قرن 8 فکر می‌کنم که پای ریزی کرد. به هر حال موضوعی هم که امروز واسه ما آوردم بچه‌ها قدمت بسیار دیرینه‌ای داره، ولی مطلبی که بچه‌ها خروجی کاره چیزی که ما هر روز داریم ازش استفاده می‌کنیم و اینجا انقدر من ریاضی رو واسه قابل لمس و شیرین میکنم که بچه‌ها اصلا امکان نداره عاشقش نشی. بریم بچه‌ها بحث رو شروع کنیم. موضوعی که امروز واسهتون آوردم بچه‌ها از مصر باستان شروع شده. یعنی یه سری داستان‌ها تو مصر باستان بوده که اینها اومدن اساس اولیه یه بحثی تو ریاضی نوشتن و ما امروز خیلی خیلی ازش استفاده میکنیم که مطالب امروزیش هم بچه‌ها با هم دیگه بررسی میکنیم. حالا داستان تو مصر باستان چی بوده بچه‌ها؟ توی مصر باستان آدمایی که اونجا بودن حول و حوش رودخونه نیل زندگی میکردن و حول و حوش رودخونه نیل بچه‌ها اینا کشاورزی میکردن. خیلی جای حاصلخیزی بود، اینا میومدن اونجا کشاورزی میکردن و زندگیشون رو میگذروندن. ولی یه مشکلی وجود داشت. اون مشکل چی بود؟ علی جان هر از چنگای تصاویر رو به طور واضح به بچه‌ها بده که کامل در جریان بحث من قرار بگیرن.
بچه‌ها داستان چی بود؟ داستان این بود که بچه‌ها حول و حوش رودخونه نیل این به حال کشاورزی میکردن این دوستان و خب رودخونه نیل هم هر سال طغیان میکرد، میومد بالا، زمینای کشاورزی اینا رو میزد خراب میکرد. اینا بعد از اینکه این سیل فرو مینشست برمیگشتن سر زمیناشون، بعد میذارن آقا این سامان بندی و مرز بندی زمیناشون ریخته به هم، بعد اون میگفت اینجا زمین منه، اون میگفت نه زمین منه، دعوا میگرفتن، هر سال چند نفر همدیگه رو میگشتن، باز دوباره سال بعد رودخونه نیل طغیان میکرد و این مسیر دوباره تکرار میشد که اینا چون جزء اول آدمایی بودن که خوندن نوشتن بلد بودن گفتن آقا سیستم اینجوری نمیشه، این دیگه درست نیست دیگه، این فوله، این بده. بعد رو همین حساب چیکار کردن بچه‌ها؟ اومدن این مشکل رو حلش کردن. چجوری؟ اومدن یه میله‌ای زدن تو زمین خب و گفتن از این به بعد، حالا این میله رو دیگه سیل نمیتونست بکنه، بعد گفتن آقا از این به بعد مثلا زمین فلانی نسبت به این میله 2 تا بره اینور، 5 تا بره بالا میشه یه رأسش. آدرس دهی کردن یعنی با این موضوع که مشکلشون اونجا حل شد. ولی بچه‌ها شروعی شد برای یک موضوع جذاب توی ریاضی که هممون یک بار حداقل اسمش رو شنیدیم. بریم. این همون دستگاه مختصاتیه که ما داریم بچه‌ها. یه ایکس و ایگرگی روی زمین در نظر گرفتن و با توجه به اون آدرس دهی کردن. و اساس امروزی این قضیه بچه‌ها میشه جی پی اس هایی که ما تو زندگیمون داریم. پس اون موضوعی که اون روز اونا پیدا کردن و مشکلشون رو حل کردن، حالا یکم پیشرفته تر شد، ما امروزه به عنوان جی پی اس این رو میشناسیم که الان میخوایم بریم حالا پیدایش جی پی اس رو هم همگی بررسی کنیم. بچه‌ها این شکلی شد که الان ما روی زمین یه صفر مرکزی داریم و من و شمایی که اومدیم این نقطه وایسادیم داره یک طول و عرض جغرافیایی هستیم، یعنی آدرس دقیق و مشخصی داریم. اوکی؟ که بچه‌ها محل برخورد نصف النهار مبدا و خط استوا که حالا تو گرینویچ هم واقع میشه رو گفتن آقا این صفر زمینه. بعد نسبت به اون صفر هر کدوم از ما یک طول و عرض جغرافیایی مشخصی داریم که بچه‌ها آدرس ماست. اوکی؟ که بچه‌ها سطح زمین رو یک 2 بعدی در نظر گرفتن. در مورد همه این مسائل قرار با هم دیگه صحبت کنیم. یه 2 بعدی که بچه‌ها اگه منو ببینید اینجا یک سطحی که روی 2 بعد تعریف شد و هر نقطه‌ای که اینجا هست بچه‌ها یک آدرس و مشخصه و مؤلفه دقیق خودشو داره. حالا داستان چیه بچه‌ها؟ پس ما اومدیم یک سری آدرس دهی رو روی سطح زمین طبق همین موضوع ساده‌ای که مصر باستان ازش استفاده کرده بود بچه‌ها واسه خودمون تعریف کردیم و این شد اساس اولیه جی پی اس ها و نقشه هایی که ما توی زندگیمون داریم. البته بچه‌ها جی پی اس ها توسط ماهواره هایی که دور زمین هستند خیلی خیلی خفن‌تر شدن. چرا بچه‌ها؟ چون این ماهواره ها در لحظه دارن ما رو رصد میکنن. در هر لحظه هر جسمی که رو زمین هست و هر سیگنالی که به این ماهواره ها میفرسته رو بچه‌ها میاد به عنوان یک نقطه روی زمین مشخص میکنه و ردیابی و رهیابی میکنه که حالا این موضوع رو فکر میکنم الان میتونید درک کنید که به چه صورته. که بچه‌ها این خیلی به تکنولوژی کمک کرد. میگی نه؟ نگاه کن. بچه‌ها به واسطه حالا سیستمی که ما توی جی پی اس ها الان امروزه داریم میتونیم ردیابی کنیم و رهیابی کنیم. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی الان شما دیگه همتون از این نرم افزارهای به اصطلاح مثل ویز و بلد و نشان و اینا استفاده کردین دیگه. لعنتی دقیق میگه که تو توی چه تایمی میرسی، ترافیک رو میگه، اصلا ردخور نداره. نهایتا توی 1-2 دقیقه، حتی اون 1-2 دقیقه رو بچه‌ها سریع حساب میکنه و بهتون میگه که شما کی به مسیر میرسید، از کدوم مسیر برید راحت ترید، کی به مقصد میرسید. و خب توی حالا ماشین های پیشرفته دنیا که من الان بنز اس 500 رو واسهتون آوردم امروز میخوام توضیح بدم. بچه‌ها خیلی جذاب. حالا علی جون این تابلو رو بده که بچه‌ها جزئیات کار رو ببینن. خیلی جذاب اومده بچه‌ها. حالا سیستم نویگیشن و به اصطلاح اون رهیابیشو خیلی جالب واسه اون راننده بچه‌ها به نمایش گذاشته که کامل بتونه مسیر خودش رو پیدا کنه. و حتی موضوع جذابتر از این حرفا هم هست بچه‌ها. یکی از خودروهای خفن دنیا که سیستم اتوپایلوت داره، یعنی راننده خودران داره، یعنی خودش بهش نقشه رو میدی، میگی من میخوام برم فلان جا، خودش رانندگی میکنه واسط. فقط تو کافیه که تو ماشین حضور داشته باشی تا اینو اینطور ببره به مقصد برسونه. بچه‌ها تسلایی که ایلان ماسک اینو تولید کرده و جنریت کرده که بچه‌ها یک اتوپایلوت خیلی خفن و دقیق داره که طبق همین سیستم ماهواره‌ای میاد
مسیر خودش رو پیدا میکنه. البته یه سری رادارها داره که حواسش هست که خط کجاست، بین خطوط رانندگی میکنه، حواسش هست فلان ماشین کنارشه، که خب خیلی سیستم باحالیه. اگر واسهتون جذابه یه سرچی بکنید سیستمشو کامل سر در میارید ازش. ولی یه موضوع خیلی خفنی هست دیگه، من میخوام سکوت کنم، شما فقط تصویر رو ببینید متوجه میشین، که روی بنز اس 500 بچا. من یه سری توضیحات ریز میدم روش. بچا بنز اس 500 که یه بار آوردم واسهتون یه سیستمی داره. خب الان روی این قضیه به اصطلاح نقشه خانش که خیلی باحاله. بریم بچا با هم دیگه فیلمشو ببینیم. بریم. خب من سکوت میکنم. من تابلو رو بده بچا. بچا ببینید این نقشه رو پایین گذاشته، تصویر اون جاده‌ای هم که داره روش حرکت میکنه هم گذاشته. ولی خب یه موضوع باحالتری هست. یه آپشنی هست به اسم هد آپ دیسپلی، یعنی یه سری اطلاعات رو مثل سرعت و کیلومتر و اینا رو میندازه رو شیشه جلوی به اصطلاح راننده که حواسش از جاده پرت نشه. حالا نمیدونم تصویر رو میبینید یا نه، که داره قشنگ بهش میگه از کجا به کجا بره. حالا همینو میندازه رو هد آپ دیسپلی. هد آپ دیسپلی بچا یه نمایشگری که این جلوی ماشین اتفاق میفته. الان اگه دست منو ببینید دارم نشونش میدم، اینجا قشنگ توضیح داده که وقتی میرسه به این پیچه قشنگ بهش میگه بپیچ اینوری. ته آپشن لعنتی دیگه. ولی خب پیدایش این قضیه اون روزی بود که اونا اون میله رو کوبیدن تو زمین. حالا لذت ببرید در تصویر. تبلیغات بنزم کردیم تو پکیجمون. خفنه. به قول علی جون اینجا چی میگی تو؟ سم و قالوچه. خب بچه بریم سراغ ادامه. حالا برگردیم سراغ کار خودمون. داستان چی شد؟ داستان این شد که ما اومدیم از اون علمی که دوستان ما تو مصر باستان داشتن استفاده کردیم و زمین رو بچه ها مختصات بندی کردیم. حالا داستان این چیه؟ بیا یکم ما هم دیگه صحبت کنیم بچه ها. ما توی ریاضی بعد اول دوم سوم بررسی میکنیم. بریم با هم دیگه بچه‌ها یه بررسی ابعاد گیتی رو داشته باشیم که این موضوع خیلی باحاله. ابعاد گیتی بچه‌ها چه خبره؟ اگر شما یک بعد داشته باشید بچه‌ها، بعد طوله، بعد اول ما طوله که یه خطی که از دو طرف تا بی‌نهایت ادامه داره. و اگر بچه‌ها ما محیط دو بعدی داشته باشیم علاوه بر این طول یک ارزی هم داریم که بچه‌ها طول و عرض میشه دو بعدی که ما توی زندگیمون میتونیم تجربه کنیم که بهتون میگم چه جنسی میشه. ولی فعلا بعدها رو بشمریم با هم دیگه. محیط سه بعدی بچه‌ها علاوه بر این طول و عرض یه ارتفاع و عمقی هم داره. یعنی اگه شما توی یک تصویری بتونید عمق تصویر رو درک کنید، اون تصویر واسه شما سه بعدی میشه. ولی یه بار دیگه از اول بریم بچه‌ها. محیط یه بعدی یه خطه که از دو طرف تا بی‌نهایت ادامه داره و خب خیلی محیط ساده ایه. ولی بچه‌ها محیط تک بعدی، محیط دو بعدی نه، محیط یه بعدی بچه‌ها یه طوله که یه خطی که از دو طرف تا بی‌نهایت ادامه داره. محیط دو بعدی بچه‌ها که شامل طول و عرضه از جنس صفحه است. شما با دو بعد میتونید یه صفحه رو بسازید. هم تابلویی که الان جلوی من اگه ببینید یه طول داره یه عرض داره که بچه‌ها یک صفحه ساخته شده. و همه مطالبی که شما توی دبیرستان میخونید بچه‌ها تو فضای بچهای رشته تجربی، بچهای رشته ریاضی یک کوچولو فضای سه بعدی رو میخونن، ولی بچهای تجربی 100% مطالبشون در فضای دو بعدی تعریف شده. بچهای رشته ریاضی هم همه توابعی که میخونن توابع دو بعدیه، یعنی یه ایکس و ایگرگ بیشتر نداره. و خب حالا در مورد این کاملتر صحبت میکنم. بریم بچه‌ها فضای سه بعدی. به نظر شما فضای سه بعدی از چه جنسیه؟ آباریکالله، حجمه. یعنی اگه شما سه بعد داشته باشی، یعنی کنج اتاقتو نگاه کن، یه طول داری، یه عرض داری، یه ارتفاع داری. یعنی هر نقطه تو این محیط یه طولی داره، یه عرضی داره و یک ارتفاعی داره. یعنی هر نقطه تو این محیط بچه با 3 تا مؤلفه آدرس داده میشه که ما زیاد وارد فضای سه بعدی نمیشیم، فقط می‌خواستم یه بار ببینیش. اوکی؟ این بعدهایی که ما داریم. و ریاضی بچه بعد اول دوم سوم بررسی میکنه. بعد چهارم چی میشه؟ خیلی زشته که دانش آموز ما اینا رو نمیدونه. البته تقصیر دانش آموز سیستمه که اشتباهی که مطالب واسه دانش آموز نداشته. ای کاش ما اینا رو تو دبیرستان به شما درس میدادیم. بچه‌ها بعد چهارم زمانه که بعد چهارم به بعد رو فیزیک بررسی میکنه. واسه همینی که بچه‌ها ما توی ریاضی زیاد درگیر زمان نیستیم. شما معادلات مکان زمان رو تو فیزیک میخونید. اوکی؟ الان حرفای منو بهتر متوجه میشی و فضا سازیایی که اینجا موجود است رو تازه متوجه میشی که چه خبره. بعد پنجم چیه؟ بعد پنجم نیروست بچه‌ها. نیرو. یعنی اگه شما یه سینمای 5 بعدی برین، مثلا تو اون لحظه اگه مثلا بارون بیاد یه آبی هم رو شما میچکونن، یا مثلا اگر توی سینمای 5 بعدی روی ماشینی باشید که مثلا از روی دست اندازی رد شه، این صندلی نیرویی به شما وارد میکنه. یا اگه مثلا محیط سردچی سرمایی به شما میدن، سرمایه نوع نیروی دیگه، دما.
گرما رو به شما میدم. متوجه هستین چی میگم؟ یا اگه یه بادی بزنه واقعا تو اون محیط یه بادی هم به شما میوزه که نیروی محیط رو هم لمس کنید. بچه آقای کامران وفا، کسی که صندلی انیشتین رو تصاحب کرده، یک ایرانی، میگه که جهان داره 12 بعده، گیتی رو به 12 بعد تقسیم میکنه و میگه خود زمان داره 2 بعده که انقدر مطالبش سنگینه که من یکم خوندم این نظرات هیچی نفهمیدم، ولی خب خیلی ارزشمنده. هیچی نفهمیدم یعنی خیلی سنگینه، بعد یعنی از درک یک جاهایی واقعا خارج میشه، یعنی یکم باید آدم مطالعاتش رو بیشتر کنه. ولی خب بهتون پیشنهاد میکنم بعد از کنکورتون حتما درگیری مطالب بشید، جذابه، آدم باید دنیاشو بشناسه. حالا ما بعد اول، دوم، سوم قرار بررسی کنیم، مختصراً بعد دوم و محیط دو بعدی رو که یک سطر رو میسازه. پس بریم کم کم بچه‌ها وارد جزوه بشیم که هندسه مختصاتی رو تو سال 11 هم می‌خوایم با هم دیگه شروع کنیم. آماده ای؟ بریم که بهتر کنیم. اولین عنصری که می‌خوایم تو این محیط بررسی کنیم بچه‌ها تابع خطیه. تابع خطی، تابع درجه، به تک تک کلمات فکر کن تا بهت بگم چه خبره. تابع خطی و تابع درجه، اصلا چرا بهش میگیم تابع؟ چرا درجه یک میشه خطی؟ بریم ببینیم چه خبره. بچه‌ها همونطور که بهتون گفتم محیطی که ما داریم دو بعدیه، یعنی بچه‌ها ما محیطمون یه x و y داره که بعد اول و دوم، طول و عرض بچه‌ها x و y، و ما با دو بعد چی میسازیم؟ یه صفحه رو میسازیم. بچه‌ها الان این دو بعد یه صفحه رو ساخته، یعنی بچه‌ها ما الان تو این صفحه بیشمار نقطه داریم که کنار هم دیگه نشستن، بیشمار نقطه بچه‌ها که این صفحه رو تشکیل دادن. درسته؟ همین تابلویی که داریم می‌بینیم بچه‌ها بیشمار پیکسل نقطه است کنار هم دیگه نشستن و یک صفحه رو تشکیل دادن. حالا اگر گوش بده، پس بچه‌ها ما با دو بعد یه صفحه میسازیم و این صفحه بیشمار نقطه است. حالا اگر نقاط این صفحه از یک قاعده‌ای تبعیت کنن، نقاط یه x و y دارن دیگه، اگه x و y های شما بچه‌ها از یک همچین فرمی y مساوی ax به اضافه b بچه‌ها تبعیت، مثلا یه مثال بزنم، مثلا بچه‌ها از قاعده 2x به اضافه 3 تبعیت کنه، یعنی رابطه بین x و y شما این باشه که y برابر 2x به اضافه 3 باشه، یعنی x رو 2 برابر کنی به اضافه 3 بشه y. اگر نقاط شما از این قاعده تبعیت کنن یه شکل خطی بهت میده، میگی نه نگاه کن یه چند تا نقطه بهش بدیم، مثلا x رو بذارین 0، y میشه بچه‌ها چقدر؟ 3 که اینجاست. x رو بذارین 1، بگو بهم سری بچه‌ها دیگه درس شروع شده. y میشه بچه‌ها چقدر؟ 5. بله x 1 به ما 5 میده، یعنی x1 y 5 آدرس این نقطه رو به ما میده، یعنی این نقطه روی این تابع وجود داره. بچه‌ها اگه x رو بذاریم 2 تا 4 تا به اضافه میشه 7 که این بالاست. اگه بچه‌ها مثلا x رو بذاریم -1 میشه -2 به اضافه که میشه اینجا بچه‌ها -1 اینجاست، یه همچین نقطه‌ای هم روی این تابع داریم. حتی بهش یه دوم بده، یه دوم بچه‌ها مثلا اینجا اگه 1 باشه یه دوم اینجاست دیگه. اگر یه دوم بدیم بچه‌ها یه 2 تا یه دوم میشه 1 به اضافه میشه 4 که بچه‌ها میشه بین 3 و 5 4 اینجا، یعنی بچه‌ها بیشمار نقطه است که اگر از این قاعده تبعیت کنه بچه‌ها تشکیل خط صاف رو میده. از این قاعده تبعیت کنه واسه همین بهش میگیم تابع. فرم تابع چی بود؟ درجه یک، x توانش 1 بود دیگه. چی شد یه خط، واسه این بهش میگیم تابع خطی. اوکی، دمت گرم. پس مطالب از اینجا اومدن و تابع خطی خیلی ساده است، خیلی کاربردیه ولی خیلی هم ساده است. بچه برای شناخت تابع درجه 1 شما فقط کافیه که بچه‌ها بدونید شیب چیه و عرض از مبدا چیه. تو همین فرمی که من بهتون نشون دادم شیب میشه ضریب x به شرطی که این فرمی باشیم، یعنی y یه طرف تنها باشه. اساتید شما و جزوه ها و کتابای دیگه یه مفهوم دیگه هم برای شیب بیان میکنن که حذفش کن، بریز دور، به درد من نمیخوره. یه سوال میارم که اصلا با اون فرمول دیگه حل نمیشه. پس بچه‌ها برای تشخیص شیب روی تابع خطی میشه ضریب x به شرطی که y یه طرف تنها باشه و ضریبش هم 1 باشه. بیام که بیانگر عرض از مبدا. و بچه‌ها کلا تابع خطی همین 4 حالت بیشتر رو نداره. اگر شیب مثبت باشه عرض از مبدا مثبت باشه، شیب مثبت عرض از مبدا مثبت، عرض از مبدا یعنی محور y رو ببین کجا قطع کرده، یا همچین فرمی میشه. اوکی. و اگر شیب مثبت باشه یعنی بازم سربالایی باشه ولی بچه‌ها عرض از مبدا منفی داشته باشه، یا همچین فرمی میشه. شیب منفی عرض از مبدا مثبت، شیب منفی عرض از مبدا مثبت، شیب منفی عرض از مبدا منفی. کل تابع درجه که همچین حالتایی میتونه داشته باشه. و بچه‌ها زندگی نامه تابع درجه با یه شیب به عرض از مبدا رو میشه. یعنی شما کل شناسنامه این آدمو می‌خواید بدونید 2 تا تعریف بیشتر نداره، شیب به عرض از مبدا. اینا رو بدونید بچه‌ها کل تابع درجه 1 رو بهش مسلط میشی. اوکی. بچه‌ها ما الان تو اول درس می‌خوایم 2 فاز رو بررسی کنیم. یکی این که بچه‌ها به همون معادله درجه 1 بده یا تابع درجه 1 بده، ما بتونیم
زندگی نامش رو بکشیم بیرون و یکی دیگه این که بچه‌ها از ما بخواد که یک تابع درجه بنویسیم. خیلی جاها معادله خط نوشتن بچه‌ها به عنوان یکی از کاربردها نیازمون میشه. یعنی یه سری جاها هست جلوتر که ما نیاز داریم معادله درجه یک و تابع درجه یک رو خودمون بنویسیم. که برای نوشتن برای نوشتن بچه‌ها معادله هر خطی اگر یادتون باشه بچه‌ها چی میگفتیم y منهای y0 m در x منهای x0 که این برای تشکیل شدن یه شیب میخواد و یه نقطه میخواد. یعنی شاید x0 و y0 رو پر کنید و جای شیب رو پر کنید. اوکی. و بچه‌ها برای به دست آوردن شیب هم ما به دو نقطه نیاز داریم. طبق تعریف شیب بچه‌ها میشد دلتا y به دلتا x میشد تغییرات y به تغییرات x. دو نقطه نیاز داریم. یا بچه‌ها تو مثلثات خونده بودیم که شیب میشه بچه‌ها برابر با تانژانت زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور. بچه‌ها زاویه‌ای که با جهت مثبت اگه اون جهت منفی باشه اینجا جهت مثبته. این زاویه بچه‌ها تانژانتش بیانگر شیبه. این هم نکته بود برای شیب و کلا به طور تخصصی هم تو فصل مشتق هم میتونستیم شیب رو به دست بیاریم. پس بچه‌ها برای نوشتن معادله خط شیب می‌خوایم که به یکی از این طریق به همون میرسه و یه نقطه که معمولا مسئله این نقطه رو به ما به نحوی میده. پس بچه‌ها این کل درسنامه تابع درجه یک، کل حالتایی که روی تابع درجه یک و حالا چه اطلاعات گرفتن ازش، چه زمانی که بخوای معادله‌شو بنویسی و فرمش رو بنویسی. کل مطالب همینه. ولی بچه‌ها بریم وضعیت خطوط رو هم نسبت به هم دیگه بررسی کنیم. بریم سراغ بچه‌ها اسلاید بعدی. می‌خوایم وضعیت دو تا خط نسبت به هم دیگه رو بررسی کنیم. قبل اینکه من صحبت کنم تو بگو دو تا خط نسبت به هم دیگه چه وضعیتایی دارن؟ چند تا وضعیت دارن؟ خب تو کلاس‌های حضوری که جواب‌های ناامید کننده ای من از بچه‌ها دریافت می‌کنم. بچه‌ها دو خط توی فضای دو بعدی، بچه‌ها شما فضاتون دو بعدی یعنی توی صفحه، دو وضعیت نسبت به هم بیشتر ندارن، یا موازیان یا متقاطعن. بابا اون عمود و اینایی که تو میگی یه حالت خاصی از تقاطع، حالا بریم بچه‌ها یه حالت خاصی هم اینا داره. حالت خاص موازی بودن بچه‌ها اینه که منطبق باشیم یا غیر منطبق باشیم. اوکی بچه‌ها اگه منطبق باشیم دو تا خط کاملا رو هم دیگن. شیباشون بچه‌ها اصلا تعریف موازی بودن اینه که هم شیب باشن. شیباشون برابر عرض از مبدأشون هم بچه‌ها برابر. یه دو تا خط نیستن، یه خطن. و اگه غیر منطبق باشن بچه‌ها فقط شیب برابر دارن. عرض از مبدأشون متفاوته که بچه‌ها دو تا خط جدا هستن ولی بچه‌ها موازی هم میشن. پس تعریف موازی اینه که هم شیب باشیم. و بچه‌ها اگر هم شیب نباشیم بچه‌ها متقاطعیم که اونم دو حالت خاص داره. یکی از حالت‌های خاصش عمود بودن، یکی هم که بچه‌ها غیر عمود بودنه. عمود بودن بچه‌ها به لفظ متعامد هم میشنویم. اگه تو کتابی گفت متعامد یا نامتعامد منظورش عمود بودن و نبودنه. که بچه‌ها عمود باشن زاویه بینشون 90 و اگر هم عمود نباشن که خب زاویه بینشون یه چیز غیر از 90. که بچه‌ها برای عمود میگفتیم شیب‌ها عکس و قرینن. این یک جزوه کامل. ولی بچه‌ها این فضای دو بعدیه. یعنی بچه‌ها ما در فضای سه بعدی اگر بخوایم صحبت بکنیم یه حالت دیگه هم داریم که بچه‌ها این موضوعی که الان میخوام بهتون بگم خارج از کتابه. بچه‌ها یه حالت هم دو تا خط نسبت به هم دیگه دارن که بچه‌ها بهشون میگن متنافر. دو خط دیگه در یک صفحه نباشن بهشون میگن متنافر. حالا اگه یه لول بیشتر از کتاب درستون می‌خوای بدونی این رو بدون که واقعیت ماجرا اینه که دو خط نسبت به هم دیگه در فضا، حالا فضای سه بعدی اگه بخوایم در نظر بگیریم، سه حالت دارن، یا موازیان یا متقاطعن که اینا توی یه صفحه‌ن. اگر توی صفحه نباشن کلا متنافرن که بچه‌ها یعنی مثلا یکیشون توی یه صفحه باشه یکیشون توی یه صفحه باشه. مثلا فرض کنید یه مثلا این کفش من بچه‌ها یه خطی باشه، این امتداد رو یه خطی، خب اینم من میچسبونم اینجا، یه خطی هم اینجا روی این تابلو. بچه این یه صفحه کف استادیوم، یه صفحه دیگه. این دو تا خط که توی دو تا صفحه متفاوتن بچه متنافرن، نه موازیان نه متقاطعن، متنافرن. اوکی اینم بچه‌ها به عنوان اینکه تکمیل و کامل صحبت کرده باشیم. حالا گوش بده. خب بریم سوال حل کنیم. تیپ اول بچه‌ها، تیپ اول سوالی که واسهتون آوردم اینه که از شما میخواد یک معادله خط بنویسید. که بچه‌ها توی این حالت سوال اولمون دو تا نقطه بهتون داده. بچه‌ها کلا اگه گفت معادله خط شما یاد کدوم فرمول میافتید؟ y منهای y0 m در x منهای x0. که بچه‌ها این فرم برای تکمیل شدن و نوشته شدن معادله خطش چی نیاز داره؟ یه نقطه. خب مثلا دو تا نقطه رو به ما داده، هر کدومش که دوست داری رو توی این جایگذاری کن. من دوست دارم آ به مختصر 2 و 3 رو جایگذاری کنم. اگه اون یکی دیگر هم جایگذاری کنی بازم به همین نتیجه میرسی، فرقی نمیکنه، چون به هر حال اون نقطه هم بعد روی این خط ست کنه دیگه، فرقی نمیکنه. من 2 و 3 رو چون قشنگ‌تره بچا جایگذاری میکنم که اگه بچا جای x و y بذاریم y اون 3 هستش، x مون هم بچا چقدر 2 میمونه. شیب بچا برای شیب هم که خب ما دو نقطه نیاز داریم که خب مسئله دو نقطه رو به ما داده که میشه دلتا y
به دلتا ایکس میشه ایگرگ دو منهای بچا اختلاف ایگرگ ها 3 منهای 3 یا بچا بی منهای آ فرقی هم نمیکنه میشه منهای 3 منهای 3 که میشه منفی 6 پایینم بچا اگه بی و منهای آ کردید توی ایکس هم بی رو منهای آ کن که بچا میشه منفی 1 منهای 2 که جواب کلا میشه منفی 6 به منفی 3 میشه عدد 2. پس بچا شیمون چقدره 2 هستش که اگه بچا 2 رو اونجا ضرب کنیم میشه 2x منهای 4. حالا 3 رو بفرست اونور بچا معادل خطی که مد نظر مسئله بود y مساوی به 2x منهای 1 بود. اساتید شما تو سال 11 یه راه دیگه هم میگفتن بچا بریم با یه راه دیگه هم مسئله رو حل کنیم. راه دوم اون استاده چی میگه؟ میگه آقا ما میدونستیم که فرم کلی توابع درجه یک y مساوی ax به اضافه b. یعنی اگه a و b پیدا بشه دیگه این خط مشخص میشه. یعنی دو تا مجهول داره طرف. که این دو تا مجهول رو چی میگه؟ میگه خب دو تا نقطه هم دارم، دو تا مجهول، دو تا هم اطلاعات دیگه، دو معادل دو مجهول. میاد چیکار میکنه؟ بچا این دو تا نقطه رو جایگذاری میکنه. a مختصر 2 و 3 رو جایگذاری میکنه. جای x میذاره 2، جای y هم میذاره 3 که میشه این خط. اوکی؟ علی جون مواظب خودت باش داداش. خب بچا حالا یه نقطه دیگه هم داریم. b مختصر منفی 3 منفی، یعنی بچا y مون منفی 3 و x مون منفی 1. یه دستگاه دو مدل دو مجهول ساده است که اگر این دوتا رو از هم دیگه کم کنیم b با b خط میخوره. بچا پس بالا رو منهای پایین کنید که بچا 3 منهای 3 میشه 6، 2 تا a منهای a میشه 3 تا a و a چقدر میشه بچا 2. بله ضریب x باید 2 باشه که ما تو راه اولم همونو پیدا کرده بودیم. و اگه بچا 2 رو تو یکی از اینها جایگذاری، من تو همین پایینی جایگذاری میکنم، میشه منفی 2 بره اونور میشه مثبت 2 با منهای 3 بچا b چقدر میشه منفی 1 که اگه بچا تو اون فرم خطمون جایگذاری کنیم ax به اضافه b میشه 2x منهای چقدر 1 و تموم. ولی بچا من اینو بهتون بگم که من راه اول رو میپسندم، اون راه بهتره. شاید فکر کنی که مثلا تو این سوال که خیلی ساده بود عزیز من، مثلا همین سوالی قرار نیست کسی از من بپرسه اینو، نه تو کنکورش نه تو امتحان نهاییاتون، یه خیلی سوال ساده ای میشه. ولی بچا اینو بدونید که راه اول بهتره. اصلا من آقا با اون فرمول اولیه بیشتر حال میکنم. پس بریم با اون بیشتر کار کنیم. بچا الان یه سوال پرسیده، گفته معادل خط بنویس. تا میگه معادل خط من میگم y منهای y m در x منهای چقدر x. با این بیشتر حال کرده بودم. بچا میگه از نقطه‌ای به طول 3 روی محور x ها. بچا طول 3 یعنی x ش چقدره؟ 3 روی محور x هاست. روی محور x ها این بالا پایین نرفته. y ش بچا چقدره؟ 0. پس بچا این نقطه چی میشه؟ میشه a مختصر 3 و 0. خب بله ما برای نوشتن معادل خط یه نقطه ازش می‌خواستیم که این نقطه رو مسئله بهمون داده که جایگذاریش کن. بچا y ش 0، خب میشه y منهای 0، x 0 مون هم که بچا چقدر 0، x 0 y 0 یعنی یه نقطه مشخص، یه نقطه معلوم. بچا اون 0 رو که میذاری یعنی نقطه مشخصی. و میمونه بچا شیب که در مورد شیب چی گفته؟ گفته این خطی که داریم می‌نویسیم موازی باشه با ایشون. بچا موازی یعنی همشیب. بچا و میخوام یه نکته بهتون بگم، الان شما شیب این خط رو تشخیص بدین. گفتم برای به دست آوردن شیب خط باید بچا فرمتون اصلاح شده باشه، یعنی باید ایگرگ یه طرف تنها باشه. پس 3x رو می‌نویسم اونور. پس بچا فرم خط رو اصلاح کنیم که میشه ایگرگ مساوی با منفی 3x به اضافه 2. حالا که این فرمی شد هر چی ضریب x بچا شیب ماست که بچا الان شیب چقدره؟ منفی 3 هستش و ما چون می‌خوایم موازی باشیم شیب اون خطمون هم بعد بچا همین منفی 3 باشه که اگه بذاریم میشه منفی 3x به اضافه 9 0 اونورم که هیچی خنثاست دیگه. و معادل این خط رو نوشتیم. اوکی. بریم سراغ ادامه. بازم همین تیپ یکه و از همون معادل خط میخواد. ولی بچا قبل از من حتما این سواله رو شما حلش کنید. مرسی از وقتتون بچا. باز تو این سوال از همون معادل خط خواسته که همون فرم y منهای y m در x منهای x رو می‌ریم که بچا یه نقطه از همون میخواد. این نقطه بچا داده شده تو مسئله که 1 و 4 سری جایگذاری کن. y 4 و x مون هم بچا 1. میمونه شیب. برای شیب بچا یه خطی بهمون داده و میگیم معادل خطی که داریم می‌نویسه عمود بر این به اصطلاح خطه باشه که بچا اگه بخواد عمود باشه باید شیبش عکس و قرینه ایشون باشه. برای به دست آوردن شیب بچا خب اساتیدتون و کتاب‌ها یک فرمولی میگن به اسم منفی a به روی b که خب خیلی مزخرفه و روی این تاب اصلا نمیشه اون رو پیاده سازی کرد. پس بچا بعد اون روشی که من بهتون یاد دادم رو مد نظر بگیریم. واسه همین که این فرمولا رو من حذف می‌کنم. یه روش یاد دادم که همه سوالا رو حل کنه، سریع هم باشه بدون ضریب خطا هم باشه. بچا ما اگر می‌خوایم شیب خطی رو داشته باشیم بعد اصلاحش کنیم. y یه طرف تنها باشه، هر چی که اونور ضریب x میشه بچا شیب خط. که اگه بخوایم اصلاحش کنیم بچا نیازی که یه ضرب در 6 کنیم که مخرج 2 و 3 از بین بره. نگاه کن سوالو حتما وقت گذاشته بودی دیگه. اگه ضرب در 6 کنیم بچا
مخرج 3 کسر اول خب با 6 ساده میشه، یه 2 میمونه. 2 در صورت ضرب بشه میشه 2 تا x منهای 2 تا y. بچه‌ها این 6 در کسر دوم ضرب میشه 6 به 2 3 میمونه. 3 در صورت ضرب میشه 3 تا x 3 تا y که اگه حساب کتاب کنید 3 تا y منهای 2 تا y بچه‌ها یه دونه y میگه، یه دونه y میشه 2x و 3x مثبت 5x بیاد این براش میشه منفی 5x. و تو این فرم هر چی که ضریب x دوباره تکرار میکنم. شیب خطمونه که بچه‌ها m چقدر میشه منفی 5. ولی من میخوام بچه‌ها خطی که دارم می‌نویسم عمود بریشون واقع بشه، پس باید این شیب منفی 5 عکس و قرینه بشه و بچه‌ها عکس و قرینه منفی 5 هم میشه 1/5 که توی این جایگاه شیب 1/5 رو قرار میدیم و معادل خطی که می‌خواست رو نوشتیم. حالا بستگی به گزینه‌ها داره، اگر نیاز بود یه ضرب در 5 و یه جمع و جورش هم می‌کنیم که به گزینه‌ها برسیم. حالا چون گزینه‌ها نداریم بچه‌ها همین شیب خط کاملا قابل قبوله. یه سوال دیگه رو هم بریم. طول از مبدأ برای خطی که اطلاعاتش رو به این صورت بهمون داده. یه خط بهمون داده، زاویه جهت منفی رو بهمون داده 135. من برای نوشتن معادل خط که بعدش بتونم برم روش به اصطلاح طول از مبدأ حساب کنم نیاز به شیب دارم. بچه‌ها شیب اینجا به استفاده از اون نکته به دست میاد که میگفتیم شیب میشه تانژانت زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور ایکس میسازه. یعنی اگه این خط رو من بزرگترش کنم جهت مثبت اینجاست. که اگه 135 درجه باشه اونورش میشه چقدر 45 که جمعشون بشه 180 دیگه، اینو که میدونید. و بچه‌ها یه نقطه نیاز داریم که نقطه‌مون هم بچه‌ها اون 0 و منفی 2 آب مختصات چقدر 0 و ایکسش که 0 ایگرگش هم که منفی 2. بچه‌ها یه نقطه داریم شیبمون هم که میشه تانژانت اون 45 که تانژانت 45 چقدر 1. حالا که شیب و یه نقطه رو داری سریع میتونی معادل خط تو بنویسی بعد روش طول از مبدأ حساب کنیم. خب نقطه تو سریع جایگذاری کن. ایگرگش منفی 2 ایکسش هم که چقدر 0 شیبش هم که شده بود چقدر 1. حالا یکم قشنگتر بنویسیش منفی در منفی میشه مثبت 2 ایکس 0 هم که با ضریب 1 نوشتیمش و اگه اون 2 بر اونور میشه ایگرگ مساوی ایکس منفی 2. این معادله این خطه. طول از مبدأ اگه میخوایم بچا طول از مبدأ یعنی ما ببینیم محور ایکس ها محور طول ها رو کجا قطع کردیم. بچا اگه میخوایم محور طول ها رو قطع کنیم محور ایکس رو قطع کنیم یعنی دیگه روی ایگرگ بالا پایین نرفتی و ایگرگ شما چقدر 0 که اگه رو تو این تاب 0 بذاریم ایکسش چقدر میشه بچا میشه 2 که جواب مسئله بوده. حالا من یکم دستم خورد سریعم رفت ولی جواب ایکس مساوی با 2 میشد. یه سوال آوردم که بچا میخوام برم روی سیتاچ حلش کنم، بریم با هم دیگه روی سیتاچ اونجا با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. بیاین پیش من ببینم. خب مرسی همه حواسا من باشه. سوال قبل من یه بار بخونیدش. مرسی دوستان. بیاین اینجا ببینم. میگه یک خط از این دسته خطوط بچا این خط ما به طور مجهول داده شده یعنی خیلی خطهای متفاوتی هستند که این فرمی هستند. ولی بچا ما میخوایم بر خط گذرنده از 2 تا نقطه‌ای که اینجا داریم میبینیم عمود باشه. اولا شیب آبی رو به دست بیارید که میشه دلتای ایگرگ به دلتای ایکس تغییرات ایگرگ به تغییرات ایکس. بچا من بی و منهای آ میکنم 3 منهای 1 میشه 4 و اختلاف ایکسش هم بچا 8 منهای 2 میشه چقدر 6 و شیب این خط بچا چقدر 2/3. ولی بچا در حالت عمود که داره با ما صحبت میکنه من باید شیب رو عکس و قرینه کنم که بچا شیب اون خط ما که مد نظرمونه باید چقدر باشه باید منفی 3/2 باشه عکس و قرینه بشه. خب پس بچا این خطی که مد نظر ماست که از اینجا اومده باید شیب منفی 3/2 داشته باشه. خب شیب این خط چجوریه بچا؟ گفتم ایگرگ یه طرف تنها باشه پس ایگرگ اینجا باشه این منم میشه بچا منفی 2k x به اضافه k منهای چقدر 1 که ایگرگ بچا ضریبش هم باید 1 باشه پس میشه منفی 2k x به روی k 2k به روی کای به اضافه یک ضرب در x. بعد بچا عرض از مبدأ زیاد مهم نیست چون همینجا که برسم بچا من شیب رو تشخیص دادم و این شیب باید با این منفی 2/3 بخونه منفی 3/2 بخونه. یه طرف وسطین کن منفی هم با منفی بره میشه 4 تا k مساوی با 3 تا k به اضافه 3 که اگه بچا حساب کتابمون تا انتها بریم k میشه بچا چقدر عدد 3. حالا که کا شده 3 بچه‌ها میگه کدوم خطه کدوم یکی از گزینه‌هاست تو همین معادله کارو بذار 3 جواب میشه 4 تا y به اضافه 6 تا x اینم بچه‌ها منفی 3 به اضافه میشه منفی 2 بره اونور میشه جواب چقدر 2 که همشون تقسیم بر 2 بکن میشه 2y به اضافه 3 تا x مساوی با چقدر 1 که میشه گزینه 3.
اوکی، اینم از این سوال که بچه‌ها به حلش دقت کنید و حواستون باشه که به چه شکل حل شد. اینم دیگه آخرین تیپ بود از این قضیه. بریم بچه‌ها یه سری نکات دیگر رو یاد بگیریم روی وال بزرگمون که باز سوالای جذاب‌تری حل کنیم که دیگه اونجا وارد تیپ دوم میشیم. تو تیپ اول از ما می‌خواستیم معادله خط بنویسیم و اینکه شما توانایی نوشتن معادله خط رو داشته باشین بچه‌ها خیلی خیلی مورد نیازمون. حالا بریم در ادامه بهتون نشون میدم. بیاین اینجا ببینیم. خب بچه‌ها بریم یه درسنامه جدید بهتون بگم. تو این درسنامه بچه‌ها چه خبره؟ می‌خوام یه سری نکات جدید یاد بگیریم. مثلا مختصات وسط پاره خط. یه پاره خط مثلا داشته باشیم به اسم آبی و وسطش رو اسمشو بذاریم ام. مختصات این ام چی میشه؟ بچه‌ها ام وسط دیگه میشه میانگین. یعنی بچه‌ها اگه اون به عنوان یه نقطه بخوایم نگاه کنیم ایکسش میشه جمعشون تقسیم بر 2 ایکس آ به اضافه ایکس بی تقسیم بر ایگرگش هم به همین صورت. و اگر این نکته رو یاد بگیری یکی از مزخرفات کتاب درسیتون قرار حذف کنم که بچه‌ها قدرت بی‌نهایتی به اون میدین. یکی از لطفای من اینجا اینه که تو این فصل یه نکته‌ای که کتاب درسیتون روش تمرکز کرده رو حذف می‌کنم، بعد متوجه میشی که ما چه سوالایی رو میتونیم حل کنیم که اونا با اون فرمول نمیتونن حل کنن. یعنی اون فرمول بنبسته. حالا با هم دیگه بچه‌ها بررسیش می‌کنیم، به اونجا هم میرسیم. پس بچه‌ها این نکته رو من به عنوان یک نکته تحلیلی قرار بعداً استفادهش کنم. و بچه‌ها نکته بعدی که می‌خوام یاد بگیریم فاصله دو نقطه از هم. بچه‌ها فاصله دو نقطه از هم اگه حساب کنید انگار که طول پاره خط رو حساب کردید. بچه‌ها فاصله دو نقطه از هم تو قدر مطلق هم می‌ذاریم چون فاصله و طول پاره خط حتما یه عبارت مثبتی. پس بچه‌ها نماد طول پاره خط اسم اون پاره خط رو می‌ذاریم توی یه قدر مطلق. بچه‌ها فرمولش میشه رادیکال. اختلاف x به توان 2 به اضافه اختلاف y به توان 2. خب یه فرمولی وقتی یاد میگیریم بچه‌ها فرمول بالا که خب مشخص بود وسطی پاره خط میشه میانگین مختصات دو سر پاره خط. میانگین وسط میشه دیگه. ولی بچه‌ها بریم اینو ببینیم از کجا اومده. خب اگر شما یه خطی داشته باشین که اینجا نقطه A باشه اینجا هم نقطه B باشه پس مطمئنا اینجا میشه XA درسته، اینجا میشه YA. XB و YB رو هم اگر مشخص کنیم فاصله بین این دوتا بچه‌ها یعنی این یه تیکه اختلاف YB و YA میشه. بچه‌ها این بین XA و XB هم بچه‌ها چقدر اختلاف داریم؟ میشه XB منهای XA دیگه، مقدارش میشه به این صورت. که اگه بچه‌ها مثلثی که اینجا تشکیل میشه رو دقت کنید بهش یه مثلث قائم الزاویه است و قائم الزاویه بچه‌ها چی میگه؟ قائم الزاویه میگه وتر به توان 2 یعنی آبی به توان 2 مساوی با یک ضلع به توان 2 اضافه ضلع دیگر به توان. بچه‌ها یه ضلعتون x منهای XB منهای XA. حالا بچه‌ها فرقی هم نداره چون توان 2 میگیره دیگه، نهایتا یه مثبت منفی میشه، ولی چون به توان 2 برسیم مهم نیست که A منهای B باشه یا B منهای A باشه. به اضافه بچه‌ها اون یه ضلع دیگه اون که بچه‌ها این ضلع این ضلع بچه‌ها اندازش YB منهای YA بود که فرقی هم نداره بگیم اگر A منهای B. و بچه‌ها این وتر به توان 2 بود، اگه جذرش رو بگیریم میشه این فرمول. پس بچه‌ها فاصله دو نقطه از هم یا طول پاره خط هم از اینجا اومده. اینم برگرد سر جای خودش تا بریم ادامه بدیم. حالا پس تا اینجا وسط پاره خط و طول پاره خط رو اوکی کردیم. یه نکته دیگه بچه‌ها خیلی به دردمون میخوره. من میخوام اینجا کل درسنامه‌هایی که بچه‌ها تو این فصل وجود داره رو تو این اسلاید بگم و تموم. یعنی بعدش دیگه فقط میخوام سوال حل کنیم. یعنی اگه شما این درسنامه رو اوکی باشی دیگه فقط سوالای تحلیلی که تو ادامه مسئله با استفاده از این اطلاعات میشه حل کرد رو میخوایم با هم دیگه تجربه کنیم دیگه بچه‌ها فصل رو تموم کنیم. بچه‌ها موضوع بعدی فاصله نقطه از خطه. فاصله نقطه‌ای مثلا نقطه مشخصی مثل x0 و y0 رو از خطی به این فرم که بچه‌ها فاصله نقطه از خط کوتاه‌ترین حالت ممکنه، یعنی بعد بچه‌ها در حالت عمود باشه. یعنی اگه شما فاصله نقطه از خط رو می‌خوای حساب کنی این حالتیه که عمود شده رو باید به عنوان جواب به اصطلاح مطرح کنی. که بچه‌ها فاصله نقطه از خط طبق این فرمول محاسبه میشه. میگه d مساویه بچه‌ها پس این فاصله رو اسمش گذاشتیم d که بچه‌ها چجوری به دست میاد؟ میشه قدر مطلق ax0 اضافه y0 اضافه c به روی رادیکال a2 اضافه b2. که شما فرمول شناسیتون قوی باشه بعد بدونید تو این فرمول چجوری باید کار کنید. اولین نکته که تو این موضوع خیلی خیلی مهمه بچه‌ها این که به فرم خط دقت کنید. این خطی که شما می‌خواید فاصله نقطه رو ازش حساب کنید باید این فرمی باشه. یعنی چی این فرمی باشه بچه‌ها؟ پس بگم پس به فرم خط خیلی خیلی دقت کنیم. فرم خط بچه‌ها چیه؟ اینی که اینور صفر باشه، یعنی همه رو بریزیم یه طرف صفر باشه. که اگر این کارو انجام بدی هر چیز ضریب x a هر چیز ضریب y b که بچه‌ها تو مخرج کسر رادیکال a2 اضافه b2 رو داریم می‌بینی. پس بچه‌ها تشخیص a و b خیلی مهمه. و بچه‌ها اون فرمول هم داره با شما صحبت می‌کنه. میتونه حرف شما متوجه بشی؟ ببین x0 y0 رو بذارین تو میشه صورت این که انگار که بچه‌ها برای استفاده از این فرمول باید شما مختصات نقطه رو بذارین تو معادله خط. پس بچه‌ها صورت این به اصطلاح فرمول میگه حاصل جایگذاری نقطه در معادله خط. حالا حتما بچه‌ها این مطالب رو با هم دیگه تو سوال هم بررسی می‌کنیم. شما فقط ریلکس گوش بدین.
پس اینم شرایطی که برای پیدا کردن فاصله نقطه از خط بلد باشین. یه موضوع دیگه میمونه که آخرین درسنامه‌مونه، بعد میریم سراغ سوال حل کردن. بچا موضوعی که اینجا داریم فاصله دو خط که موازی. بچا فاصله دو خط اگه می‌خواید حساب کنید حتما باید اون دو خط موازی باشن دیگه، با دو خط متقاطع که در هر لحظه داره به اصطلاح فاصله بینشون تغییر میکنه. اگر میخوای فاصله دو خط رو اصلا حساب کنید حتما باید دو خطتون موازی باشه که بتونیم یک عدد ثابت رو به عنوان فاصله بیان کنیم. پس بچا دو تا خط موازی داریم و فاصله بین دو خط هم بچا میشه دی مساوی با قطر مطلق سی منهای سپریم به روی رادیکال A2 به اضافه B2. نکته که اینجا خیلی مهمه بچا اینه که در این فرمول و استفاده از این فرمول باید بدونی که دو خطت موازی ان، پس ضرب x و y باید یکسان باشن. یعنی اگه توی سوال یکسان نبود بعد شما اولا دو تا خط رو با ضرایب x و y یکسان بنویسید که بچا هر چی ضریب x میشه a، هر چی ضریب y. پس تشخیص a و b خیلی مهمه که تو مخرج کسر میخوای قرار بدی. و بچا این دو خط موازی فقط چیزی که با هم دیگه فرق میکنه توی اینها بچا اون عرض از مبدأشونه که توی صورت این فرمول باید اختلاف عرض از مبدأ رو تو قدر مطلق قرار بدی که بچا اینها رو یک بار بهش نگاه کنید تا بریم ازش سوال حل کنیم. بریم دم شما گرم. برای حل سوالاتش هم بچه‌ها بریم روی سی تاچ که با هم دیگه بهتر کنیم. بیاین که اینجا شد تیپ 2. چرا تیپ 2؟ بیا تا بهت بگم. خب یه سوال فوق العاده آوردم که میخوام کلی روش بحث کنیم. در حالت الفش بچه‌ها و در حالت اولش این سه نقطه‌ای که داده به عنوان رؤوس مثلث رو میخواد از رو همین حساب کنه ببینید نوع مثلث چیه. قبل حل سوال بچه‌ها انواع مثلث‌هایی که میتونیم داشته باشیم با هم دیگه یه بار دوره کنیم. بچه‌ها انواع مثلث ما متساوی الاضلاع یعنی هر سه ضلع برابر، متساوی الساقین یعنی دو تا ضلع برابر که دو تا ساق برابر داره، و بچه‌ها مختلف الاضلاع که خب دیگه هیچ ضلع برابری نداره. یه نوع دیگه هم داره بچه‌ها که چیه؟ قائم الزاویه است. پس ما باید این پارامترها رو چک کنیم. رو همین حساب شما اگر می‌خواید نوع مثلث رو متوجه بشید و بدونید که چی هستش، باید بچه‌ها طول پاره خطاتون رو داشته باشید، طول هر ضلع مثلث رو داشته باشید. قبل من یه بار روی سوال فکر کن تا من حلش کنم. مرسی از وقتتون بچه‌ها. حالا من سوالو حلش کنم. پس ما برای اینکه تشخیص بدیم این چه نوع مثلثیه طول اضلاعش رو می‌خوایم. بچه‌ها مثلا آبی رو می‌خوایم. من برای اولین بار بچه‌ها فرمولش کامل می‌نویسم، در ادامه فقط بیانش می‌کنم. ولی شما واسه نمره گرفتن حتما بنویسید. اما یه نکته می‌خوام بهتون بگم. پس تو این سوالا قراره که ما از این نکاتی که تو صفحه قبل گفتیم، تو اسلاید قبلی کامل بررسی کردیم، مثل مختصات وسط پاره خط، مثل فاصله دو تا نقطه از هم، فاصله نقطه از خط، فاصله خطوط موازی، سوال ادامه رو حل کنیم. کل فصل هم همینو داره. بریم ببینیم چه خبره. حالا این وسط علم تابع درجه یک و تابع خطی هم به دردمون میخوره که بهتون میگم کجاست. بریم بچه‌ها با هم بررسی کنیم. فاصله بچه‌ها دو نقطه از هم میشه اختلاف x ها به توان 2 به اضافه اختلاف y ها به توان 2 که بچه‌ها خب برای آبی میشه رادیکال اختلاف x ها. بچه‌ها اینجا رو ببین میشه 1 به توان 2 میشه 1، بعد اختلاف y هاش بچه‌ها میشه 3 به توان 2. پس کلا میشه 1 به اضافه 9 میشه رادیکال چقدر؟ 10. این از این قضیه بچه‌ها رادیکال 10 بود. برای آسی دیگه نمی‌نویسم، فرمولشو بیان میکنم. گفتیم بچه‌ها فاصله دو نقطه از هم میشه چی؟ اختلاف ایکس ها. الان بچه‌ها آ و سی یعنی اولی و آخری رو بگیرید. اختلاف ایکس هاش میشه 3 به توان 2 میشه 9. اختلاف ایگرگ هاش میشه منفی به توان 2 میشه 1. پس ایشون هم بچه‌ها میشه رادیکال 10. تا اینجا متساوی و ساقین هست. و نکته بعدی بچه‌ها ماجرا اینه که بی سی رو به دست بیاریم که دیگه کلا نوع مثلث مشخص بشه. بی سی بچه‌ها این دوتا اختلاف ایکس هاش میشه 2 به توان 2 میشه 4. اختلاف ایگرگ هاش میشه منفی 3 به توان 2 میشه چقدر بچه‌ها؟ منفی 4 میشه به توان 2 میشه 16. میشه رادیکال چقدر؟ 20. پس بچه‌ها فقط متساوی و ساقینه. ولی یه نکته دیگه هم میمونه که باید چک کنید. قائم الزاویه بودنش رو هم بعد بچه‌ها چک کنیم. برای قائم الزاویه چی میگفتیم؟ میگفتیم فیثاغورس. فیثاغورس بچه‌ها چی میگه؟ میگه وتر به توان 2 مساوی با 1 ضلع به توان 2 به اضافه ضلع دیگر به توان 2. خب بچه‌ها اگه بدونید وتر بزرگ است، یعنی بچه‌ها وتر اگه قرار بگیره رادیکال 20 میشه، به توان 2 میشه 20. یه ضلع به توان 2 میشه 10، اون ضلع دیگه هم میشه 10. بله بچه‌ها تو رابطه فیثاغورس هم صفر کرد. پس بچه‌ها ایشون قائم الزاویه هم هست، یعنی یک مثلث متساوی الساقین و قائم الزاویه است. این نوع این مثلث. اوکی که من اینا رو کامل تو جزوه‌تون کامل نوشتم. خب شما
قسمت بعدی رو روش فکر کنید. منم این پافره رو درش بیارم که یکم اینجا گرم شده، بعد دیگه راحت و آزاد بتونم سوالا رو حل کنم. یه تایمی بذارید روی این قضیه، خدا ببینم چه می‌کنی. مرسی از وقتتون بچه‌ها. بیاین پیش من ببینم. طول میانه آم خواسته. بچه‌ها اولا میانه رو تعریف کنیم که میانه چیه؟ میانه خطی است که از یک رأس که الان میگه آم یعنی از رأس آ، خب به وسط ضلع مقابل رسم میشود. یعنی بچه اگه شما یه آ بی سی داشته باشین، آ اینجا باشه، بی اینجا باشه، سی اینجا باشه، بچه آ ام اومده وسط بی سی، پس بچه ام بعد کجا باشه؟ وسط بی سی. که بچه مختصات وسط پاره خط رو هم بهتون یاد دادیم که بچه ایکس ام میشه، بچه من یه بار می‌نویسم، میشه میانگین، یعنی میشه ایکس بی میانگین دو سر پاره خط دیگه، یعنی بی و سی به اضافه ایکس سی تقسیم بر 2. بچه بی و سی میشه 4 و 2 جمعشون 6 تقسیم بر 2 که بچه میشه میانگینش چقدر؟ 3. و بچه به اصطلاح ایگرگ ام که بچه میشه میانگین ایگرگاش که میشه ایگرگ بی به اضافه ایگرگ سی تقسیم بر 2 که اون هم بچه خب میشه 3 به اضافه 3 تقسیم بر 2 که اون هم میشه بچه چقدر؟ 6 دوم 3. و بچه ما طول میانه رو میخوایم، یعنی آم رو میخوایم که بچه خب دیگه فاصله دو نقطه از هم فقط بیانش میکنیم. اختلاف ایکس ها میشه بچه، اختلاف ایکس ها چی؟ آ رو که داریم به مختصات 1 و 2 ام هم که به دست آوریم بچه چی؟ 3 و 3. کچ اختلاف ایکساش میشه 2 به توان 2 میشه 4، اختلاف ایگرگاش میشه 1 به توان 2 میشه چقدر؟ 1 کلا جمعش میشه رادیکال 5 و جواب این مسئله بچه چقدر؟ رادیکال 5. اوکی، دمتون گرم. اینا هم بچه کامل نوشتم واسهتون. حالا برای طول ارتفاع رأس شده من یکم اینجا رو بچه خلوتش کنم، الف و ب بره، بیاد این جی ام رو بذاریم این بالا که جا داشته باشه واسه حل کردنش. قبل من رو سوال فکر کن. مرسی. بیا اینجا بچا، طول ارتفاع رأس شده از رأس بی. بچا من یه مثلث حالا عادی میکشم، حالا به نوع مثلث رو اصلا دقت نکنید، بالفرض که دیگه الف و ب نداشته، صاف اومد اینو پرسیده، اصلا ما نمیدونیم نوع مثلث چیه. کچا اگر این اتفاق بیفته واسه ما چه خبره؟ قشنگ گوش بده. طول ارتفاع رأس شده از رأس بی بچا اگر میخواین ارتفاع حساب کنید، میدونید که ارتفاع در حالت عمود اتفاق میفته. اگر این اچ رو میخواین باید چیکار کنیم بچا؟ باید فاصله نقطه B که بچه B رو داده مسئله بهمون، درسته؟ آخ نقطه B که مختصرش بچه 2 و 5 از خط آسی را به دست آوریم. بچه اگه فاصله نقطه از خط رو میخوای، پس معادله خط BC رو بچه خط آسی رو نیاز داریم. اینجاست که بهتون گفتم شما توانایی نوشتن معادله خط رو داشته باشید. خط آسی را نیاز داریم. پس اجازه سریع میگم. y منهای y0 m در x منهای چقدر؟ x0 که شما چون از آسی 2 نقطه‌شو داریم، مثلا یه دونه‌شو استفاده کنین اوکی، من همین 1 و 2 رو استفاده می‌کنم که اعداد کوچولوتر بهتری هم هستن. y 2 x هم که چقدر بچا 1. شیب رو هم می‌خوایم که بچا شیب میشه دلتا y به دلتا x که بچا شیب آسی اختلاف y میشه -1، اختلاف x هاش بچا چقدر میشه 3. و من اگه بخوام معادله رو بنویسم بچا چی میشه؟ میشه y منهای 2 -1/3 در x منهای چقدر؟ 1. برای اینکه بچا ما بتونیم فاصله نقطه از خط رو حساب کنیم بعد فرم خطمون درست باشه. رو همین حساب یه ضرب در 3 کنیم میشه 3 تا y منهای 6، اونورم بچا -1 ضرب میشه -x به اضافه چقدر 1. همه رو بیاری یه طرف میشه 3 تا y به اضافه x منهای 7 مساوی به چقدر؟ 0. حالا بچا برای فاصله نقطه از خط فرمول چی بود؟ گفت d مساوی با قدر مطلق ax0. بچا یکم گوش بدید ملکه ذهنتون میشه. n بار اینا رو تکرار میکنم، انقدر میگم که بچا دیگه حالتون ازش به هم بخوره، پس نگرانش نباشید. فرمول فاصله نقطه از خط ایشون بود که بچا وقتی فرم خط رو اینجوری بنویسید سریعا a و b قابل تشخیصن. a ضریب x بود که بچا 1 توان 2 هم میشه 1، b ضریب y که بچا 3 هستش به توان 2 میشه 9. پس بچا مخرج این کسره بچا چقدر میشه؟ من یکم قشنگتر بنویسم. مخرج کسرمون میشه چی؟ رادیکال 10. اوکی، با من همراهید دیگه. و صورت بچا این فرمول با شما صحبت میکرد، میگفت
حاصل جایگذاری نقطه در معادل خط، چون نقطه‌ای که می‌خواستیم فاصله‌اش از خط حساب کنیم b بود که اگه من b رو جایگذاری کنم توی معادل خط 3 تا ایگرگش بچه‌ها میشه 15، ایکسش میشه 2 منهای چقدر 7 که بچه‌ها میشه 10 به روی رادیکال 10 که اگر ایشون رو گویا کنیم میشه 10 رادیکال 10 دهم که جواب میشه رادیکال چقدر 10. اوکی، اینم از این سوال که بچه‌ها کامل حل شد ولی با روش اول و راه اول، یعنی میخوام یه راه دومی هم بچه‌ها روی این مطرح کنم. اینم از این سوال که بچه‌ها داریم میبینید من از نکاتی که بهتون درس دادم چه تو فاز 1 چه تو فاز 2 دارم جمعاً استفاده میکنم و سوالا رو به صورت تحلیلی حل میکنم. ولی یه تایمایی هم هست بچه‌ها میتونیم این سوال رو راحت‌تر حل کنیم. یه لحظه گوش بدین ببینم. اگر شما این سوال رو یادتون بوده باشه A B C فکر میکنم که آسیمون اگر یادم مونده باشه فکر میکنم آسیمون بذارم الان حساب کنم مثلا آره رادیکال 10 بود و آبی هم یک اونم بچه رادیکال 10 بود، پس ایشون رادیکال 20 ماجرا بود. بچه یه سوال ازتون دارم قشنگ دقت کنید. مگه شما فاصله بی تا به اصطلاح اینجا رو نمیخواید؟ خب مساحت مثلثتون میشه 1/2 ارتفاع ضرب در چی بچه‌ها؟ قاعده‌اش که رادیکال 10. و بچه‌ها مساحت مثلثی که اینجا ما داریم و قائم و زاویه هم هست که اینجاش زل قائم است بچه‌ها میشه 1/2 خب رادیکال 10 در رادیکال 10 دیگه بچه‌ها. یک مثلث قائم و زاویه اگه داشته باشین ایشون میتونه ارتفاع باشه ایشون هم میتونه قاعده باشه که بچه‌ها میشه چقدر؟ میشه 10/2 که میشه چقدر 5. پس مساحتمون هم بچه‌ها چقدره؟ 5 که 1/2 h ضرب در رادیکال 10 میشه. اگه اون 2 ضرب بشه میشه 10 مساوی با h ضرب در رادیکال 10. رادیکال 10 با 10 خط بخوره بچه‌ها h میشه چقدر؟ رادیکال 10. اوکی، این فرمی هم میتونید این سوال حل کنید. خب که یه فرم دیگه بود ولی خب بچه‌ها می‌خوایم تو این فصل یکم تحلیلی تر جلو بریم که اون حالت الف رو من بیشتر دوست دارم چون سوالای بیشتر و فرم‌های بیشتری میشه باشه حل کرد. این از این سوال که بچه‌ها خوب بود در نوع خودش. بریم سوالای دیگر رو هم دیگه تجربه کنیم. بازم تو تیپ دوم مسئله هستیم. بچه‌ها ببینیم چه خبره. یه سوال بهمون داده که میخوام تمرکز کنم بچه‌ها روی فاصله نقطه از خط. خب بریم بچه‌ها این فرمول رو یه بار هم بررسی کنیم. اگر فاصله نقطه از خط رو میخواین اول باید خط رو اصلاح کنید. رو همین قضیه چون ضرب در 3 میکنم میشه 3 تا y 4 تا x منهای 5 به اضافه 5. درسته؟ نه دیگه. اگر ضرب در 3 کنیم میشه به اضافه 15. اوکی؟ پس اینجا رو حواستون باشه. همه رو ضرب در 3 کردیم میشه به اضافه 15. اگر اینا رو بیار یه طرف میشه منفی 4 تا x که ایشون آ ماست به اضافه همون 3 تا y که سر جای خودش مونده پس 23 هستش منهای 15 مساوی با 0. حتما بچه‌ها برای استفاده از فرمول فاصله نقطه از خط که ایشونه بعد فرم خطتون یه جوری باشه که بچه‌ها اونور چی باشه؟ 0 باشه. برای سادگی محاسبات هم یه ضرب در 3 کردم که کسری نبینیم والا با همون 4/3 هم میتونستیم سوال حل کنیم ولی بچه‌ها با این ضرب در 3 سوالمون راحت‌تر و با اعداد بهتری حل میشه. بچه‌ها برای این رادیکال A2 به اضافه B2 رو می‌خوام که میشه رادیکال 4 به توان 2 بچه‌ها میشه 16 b به توان 2 بچه‌ها میشه چقدر 9 که میشه 25 پس میشه چقدر 5. در صورت کسر بچه‌ها داشت با ما صحبت می‌کرد میگفت آقا حاصل جایگذاری نقطه در معادله خطیه که اصلاح کردی. اگه اینو اینجا بذاریم بچه‌ها میشه منفی 8 به اضافه 9 منهای 15 که بچه‌ها میشه جواب منفی 4 ولی قدر مطلقش میشه بچه‌ها چقدر 14. 14 پنجم بچه‌ها میشه 2/8 یعنی فاصله این نقطه از این خط 2/8. اینم از این سوال که بچه‌ها یک بار دیگه این فرموله تکرار شد. اما بریم سریعا سراغ سوال بعدیش. ایشون گوش بدیم. ما توی هندسه پایه میدونیم که اگر خطی مماس بر دایره باشد بر شعاع دایره بچه‌ها عموده. اوکی؟ بر شعاع دایره چیه؟ عموده. اینجا چی میگه؟ میگه خط ایشون بر دایره مماسه. اوکی. پس همون حالت عمود پیدا میشه. میگه مساحت این دایره رو پیدا کن. بچه‌ها مساحت میشه PR2 دیگه. اسم مساوی با PR2. این بچه‌ها شما شدیداً نیاز به این R دارید. بچه‌ها دقیقاً این R برابر میشه با فاصله‌ای که نقطه مرکز که بچه‌ها بهتون داده شده منفی 1 و 2 از این خط که بچه‌ها خط هم بهتون داده شده 1/3 x به اضافه 2 مساوی با 2y. بچه‌ها اگر شما بتونید فاصله مرکز این خط رو حساب کنید همون شعاع میشه چون فاصله نقطه از خط عمود بود شعاع هم بر خط ماست عموده. خب پس بچه‌ها اینا با هم دیگه مقدار برابری میشن. بچه‌ها فرمول
این قضیه رو یه بار دیگه میگیم، میگه ax به اضافه bx به اضافه c روی رادیکال a2 به اضافه b2 که برای استفاده ازش باید اولا خط رو اصلاح کنیم. یعنی ضرب در 3 میکنم میشه x به اضافه 6 مساوی با 6 تا y. اگر همه رو بیاریم این طرف میشه x منهای 6 تا y به اضافه 6 مساوی با چقدر؟ 0. پس a1 b منفی 6 که چون مخرج کسرمون رو میتونیم اوکی کنیم. میشه a به توان 1 به اضافه اینم چی؟ 36 میشه رادیکال 37. و بچه‌ها برای فاصله نقطه از خط باید نقطه رو تو معادل خط جایگذاری، یعنی تو ایشون که اصلاح شده باید جایگذاری کنیم. که اگه بچه‌ها جایگذاری کنیم میشه منفی 1 منهای 12 به اضافه چقدر؟ 6 که میشه منفی 7. قدر مطلقش میشه مثبت 7. چرا؟ چون فاصله یک مقدار مثبتی باید باشه. میشه 7 روی رادیکال 37 که جواب این قضیه است. اما بچه‌ها این شعاعمون بود، ما مساحت رو می‌خواستیم که میشه پی ضرب در r به توان 2 که میشه 49 37 جواب مسئله ضرب در پی. اوکی، این از این سوال کاملا بررسیش کردیم، کاملا هم تمیز و مرتب توی جزوه نوشته شده. بریم سراغ ادامه. هنوز تیپ دوم هستیم. میگه نقطه آ مختصر 4 و 7 یک رأس مربعی است که یک ضلع آن روی این خطه. بچه‌ها اولین نکته که من باید چک کنم اینه که بچه‌ها این نقطه روی خط هست یا نه. که اگه من 4 رو بذارم اینجا میشه چقدر؟ 12 به اضافه 7 28. از 20 میزنه بالاتر. پس چون نقطه خارج از خطه، یعنی اگه بچه‌ها شما یک مربعی داشته باشین نقطه اینجاست 4 و 7 خطه بچه‌ها، یا مثلا ایشونه یا ایشونه، حالا یکیشون دیگه. و بچه‌ها اگر ما می‌خوایم مساحت و محیط رو به دست بیاریم بچه‌ها باید چیکار کنیم؟ طول ضلع رو داشته باشیم که دقیقاً طول ضلع اون با فاصله نقطه از خط برابر میشه. پس بچه‌ها باز دارم این فرمول رو تکرار می‌کنم و این فرمول بچه‌ها پرکاربردترین و پرتکرارترین مبحث این فصله. خیلی هم فصل جمع و جور و تو یه قسمتی از فصله که 11 میتونه، یه فصل کامل هم حتی نیست. بچه‌ها این فرمول میگفت ax 0 به اضافه by 0 به اضافه c بر روی رادیکال a2 به اضافه چقدر؟ b2 که خب معادل خطتون رو یه کوچولو اصلاحش کنید تمومه. میشه 3x به اضافه 4 تا y منهای 20 مساوی با 0 که بچه‌ها a 3 هستش به توان 2 میشه 9، 4 هم به توان 2 میشه 16. پس بچه‌ها مخرج 5 و بچه‌ها برای صورت گفتیم داره با هم صحبت میکنه، میگه نقطه تو بذار تو معادل خط، یعنی دقیقاً این نقطه رو جایگذاری کن تو همین معادل خطی که اصلاح کردی. بچه جایگذاری کنید میشه 4 تا 12 تا به اضافه 28 منهای چقدر؟ 20 که میشه اون 20 تاش میره اونم میشه 20 پنجم که میشه بچه چقدر؟ 4 که مساحتش میشه آ به توان 2 که میشه 16. محیطش میشه بچه 4 تا آ که اون هم میشه 16 تو این سوال. اینم از این سوال که به طور کامل حل شد. من دیگه جوابشو پاک میکنم. حتما اینا رو بچه دقت کنید و نظاره کنید کامل با تمرکز. تایم کلاس رو خیلی خیلی مفید در نظر بگیریم بچه‌ها. بریم سراغ سوال بعدیش. خب یه لطفی کن قبل من رو این سوال یکم فکر کن. برو ببینم چه میکنی. خب بیا پیش من. ببین عزیزم یه پاره خطی رو به شما داده به اسم آبی، ولی میخواد فاصله مبدأ، مثلا مبدأ او به مختصات مثلا بچه‌ها 0 و 0 رو فاصله شو میخواد از این خط عمود منصف حساب کنه بچه‌ها. خب اگر این دی رو میخوایم بعد ما معادله عمود منصف رو داشته باشیم. خب عمود منصف بچه‌ها خب عموده، یعنی بچه‌ها اگر شیب آبی رو داشته باشید که میشه دلتا y به دلتا x که میشه 8 به روی 4 که میشه 2، شیب این خط عمود منصف بچه‌ها اگه اسمشو بذاریم l ML میشه بچه‌ها چی؟ عکس و قرینش میشه منفی 2. خب شیب خط رو داریم. یه نقطه هم ازش میخوام که بچه‌ها نقطه M که M وسط میشه دیگه. M وسط پاره خط آبی رو بچه‌ها سریع بنویسید. میشه میانگین، میشه جمعشون تقسیم بر 2. 5 و 1 میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3. بچه‌ها y من بچه‌ها میشه جمع y دیگه. 5 منهای 3 میشه 2 به 2 میشه بچه‌ها چقدر؟ 1. پس یه نقطه از خط هم دارید. پس میتونید معادل خطتون رو کامل بنویسید که میشه y منهای y0 M در x منهای چقدر؟ x0. سریعا جایگذاری کنید برای من. نقطه‌تون بچه‌ها M که مختصای 3 و 1 پس اینجا میشه y منهای 1. شیبتون هم منفی 2 اینجا میشه x منهای 3. اگر یه ضرب در 2 کنیم بچه‌ها میشه 2y منهای 2. اون منفی هم ضرب میشه منفی x به اضافه 3. استاندارد بنویسید. x بیاد اینور میشه مثبت x 2 تا y اونم بیاد اینور میشه منفی 5
که آ مشخصه، بی مشخصه، سی هم که مشخصه. و بچه‌ها بریم برای پیدا کردن فاصله مبدا تا بچه‌ها مبدا مختصات که به مختصات 0 و 0 از این خط عمود منصفه. که فرمول میشه قدر مطلق AX0 به اضافه BY0 به اضافه C به روی رادیکال A2 به اضافه B2 که بچه‌ها صورت کس میگفت نقطه حالا مد نظرتو توی معادله خط جایگذاری کن که اگه 0 بذاریم اینجا میشه -5 قدر مطلقش میشه 5 به روی رادیکال A2 به اضافه 2 که میشه 1 به اضافه 4 که اونم میشه 5 به روی رادیکال 5 که گویا بشه جواب میشه خود رادیکال 5. اینم از این سوال که بچه‌ها ترکوندیمش ولی خب مرتب منظم واسهتون نوشته شده. بریم سراغ ادامه. در ادامه بچه‌ها یه سوال خوب داریم که مشابه کنکوره. برید ببینم چه میکنید. مرسی از وقتتون بچه‌ها. بیاین اینجا ببینم. میگه دو ضلع یک مستطیل منطبق بر این دوتا خطه خب و یک رأس آن بچه‌ها نقطه ایشونه. این نقطه نه روی این خط صفر میکنه نه روی این خط صفر میکنه. چک کن. 2 8 تا 16 تا منهای 5 7 نمیشه. درسته؟ اوکی میشه 11. بچه‌ها 2 5 تا 10 تا به اضافه 8 دیگه از 6 میزنه بالاتر. بچه‌ها این نقطه خارج از این دوتا خطه. یعنی بچه‌ها اون دوتا خطی که بهتون داده یا اینه یکیش هم اینه. اوکی بچه‌ها یعنی نقطه آب مختصات 8 و 5 خارج از این دوتا خطه. یه خطتون رو بچه‌ها دارین که خب 2x منهای y منهای 7 مساوی با 0. یه خط دیگه تون بچه‌ها x به اضافه 2y منهای 6 مساوی با 0. اگر شما مساحت مستطیل رو می‌خواید بچه‌ها میشه طول ضرب در عرض. که اگه مثلا طول و بشه بذارم d ایشون هم بذارم مثلا این فاصله رو بذارم d این فاصله رو بذارم d پریم میشه بچه‌ها d ضرب در d پریم. یعنی بعد 2 بار فاصله نقطه از خط حساب کنید. برای دیگه من نمی‌نویسم بچه‌ها سریع. فاصله ایشون رو می‌خوایم از این خط. خب باید در صورت بچه‌ها نقطه رو توی خط جایگذاری کنیم. میشه 2 تا x میشه 16 تا توی قدر مطلق هم هست. منهای 5 منهای چقدر 7. درسته؟ و بچه‌ها از این طرف روی رادیکال A2 به اضافه 2 که میشه 4 به اضافه 1. بچه‌ها اگه حساب کتاب کنیم میشه 11 تا اونم منهای 7 کنیم بچه‌ها میشه چقدر 4 تا به روی چقدر رادیکال 5. بذار همینجوری هم بمونه. بچه‌ها به د پریم هم دیگه من فرمول نمی‌نویسم. شما تو امتحاناتون بنویسید که نمره بگیرید. ولی بچه‌ها من فرمول فهمیدم چی میگه. میگه رادیکال A2 به اضافه 2 میشه 1 به اضافه 4 که میشه رادیکال 5. میخوام که ملکه ذهنتون بشه. میخوام ذهنتون رو اجبار کنم که بچه‌ها تسلط داشته باشه روی این فرمول به جای حفظ کردنش. بچه‌ها صورت کسرم که خب من گفتم چندین بار بیان کردم. میگه نقطه تو بذار توی معادله خطت. بچه‌ها جایگذاری کنیم میشه 8 به اضافه 10 منهای چقدر 6 که میشه 12. و بچه‌ها اس چی میشه؟ میشه همین طول ضرب در عرض میشه 4 به روی رادیکال 5 ضرب در 12 به روی چقدر رادیکال 5 میشه 48 به روی چقدر بچه‌ها 5. درسته؟ که بچه‌ها میشه 9 و 6 دهم. اوکی؟ اینم از این قضیه که بچه‌ها ترکوندیمش و مشابه کنکور هم بود این سوال. بریم سراغ سوال بعدی. خب این سوال بچه‌ها برید ببینم چه میکنید. سوال جالبیه. بچه‌ها بریم با هم حلش کنیم. یه دو نقطه بر این خط. خب نقطه این خط بچه‌ها اگر x شون باشه آلفا y شون میشه آلفا منهای 1. درسته؟ میگه فاصله این نقاط بچه‌ها از این خط. خب خط رو اصلاح کنید چون فاصله نقطه از خط بچه‌ها باید فرم خط اصلاح بشود. درسته؟ که میگه بچه‌ها این دیه شده چقدر رادیکال 13. خب که بچه‌ها فرمولش میشد AX0 به اضافه BY0 به اضافه C به روی رادیکال A2 به اضافه B2 که شده چقدر رادیکال 13. که بچه‌ها خب برای استفاده از این فرمول توی صورت کسر نقطه رو بذاریم تو معادله خط. که بچه‌ها میشه 2 تا آلفا منهای 3 تا آلفا به اضافه 3 بچه‌ها منهای 3 برابر ایگرگش منهای 3 به روی رادیکال A2 به اضافه 2 بچه‌ها میشه 4 به اضافه 9 که خدا رو شکر میشه همون رادیکال 13 که بعد در اون رادیکال 13 اون بر ضرب بشه حالت خوبی هم پیش میاد چون بعد یه طرف وسطین انجام بدیم دیگه.
چه بالا میشه منفی آلفا منهای 2، پایین هم که بچه دیگه ضرب شده در اون بر شده چقدر 13 که بچه اینجا منفی آلفا منهای 2 میشه مثبت منفی 13. قدر مطلق رو حذف کنیم بعد اون طرف مثبت منفی بذاریم که اگه با حالت منفیش بریم چه عددی بهمون میده؟ خب یه دونه بک بزنیم اینو درستش کنیم. آلفا میره اون بر، این میاد میشه 11. پس گزینه‌هایی که 11 ندارن خط میخورن. دو تا گزینه مونده. منفی آلفا منهای 2 بعد با مثبت 13 هم برابر بشه که بچه‌ها اگر آلفا رو بفرستیم اون بر میاد میشه منفی 15 و جواب میشه گزینه شماره 2. اینم از این سوال که بچه‌ها توی فرم پارامتری مطرح شده بود و حلش کردیم. بریم سراغ سوال بعدی. این سوال بچه‌ها بریم چه میکنید. یه نقطه ایشون مرکز دایره است که بر دو خط بچه‌ها به معادل ایشون و ایشون مماسه. پس یه دایره‌ای داریم که بر ایشون هم مماسه، حالا بر ایشون هم مماسه. فاصله نقطه مرکز تا خطوط مماس بچه‌ها برابر همون شاه بود، یعنی الان اینجا هم آره اینجا هم چقدر آره. که بچه‌ها اگر فاصله مرکز رو تا خط L1 بخوایم حساب کنیم میشه D1 مساوی با قدر مطلق AX0. بچه‌ها معادل خطوطتون رو هم مرتب بنویسیدش. L1 هم می‌نویسم Y منهای 2x یا بنویسیم منفی 2x به اضافه y که استاندارد هم باشه بهتره. مساوی با چقدر؟ 0. بچه‌ها خب میشه رادیکال A2 به اضافه 2 میشه 4 به اضافه 1 میشه رادیکال 5. یکم سریع باشین. و باید بچه‌ها مرکز رو توی معادل خط جایگذاری کنیم که میشه قدر مطلق منفی 2xش میشه منفی 4 تا رادیکال 5 به اضافه یش میشه به اضافه b که میشه قدر مطلق حالا b منهای 4 تا رادیکال 5 به روی 5 به روی رادیکال 5. این از اینجاست بچه‌ها. d2 هم که میشه فاصله تا خط L2 که L2 هم اگر یکم استاندارد بنویسیمش میشه منفی 2x به اضافه y مساوی با چقدر؟ 0. که این هم بچه‌ها میشه رادیکال A2 به اضافه 2 میشه 4 به اضافه 1 که این هم همون رادیکال 5. و بچه‌ها توی صورت هم که باید مختصات نقطه رو توی معادل خطش جایگذاری میکردیم که دو تا خطمون چرا من یکسان نوشتم. اینو باید بچه‌ها این معادله رو روش بنویسیم. من خطمو تکراری نوشتم، بعد این معادله خط رو نوشتیم، اینو باید بنویسیم که میشه x منهای 2y مساوی با 0 که باز هم همون 1 به اضافه 4 رادیکال 5 میشه a1 b منفی 2. بچه‌ها نقطه رو بذاریم توی معادله خط میشه 2 رادیکال 5 منهای 2 تا y که میشه منهای 2 تا b. خب پس میشه 2 رادیکال 5 منهای 2 تا b توی قدر مطلق. اگه برابر هم قرار بگیرن بچه‌ها رادیکال 5 و رادیکال 5 خط میخوره و قدر مطلق b منهای 4 تا رادیکال 5 با قدر مطلق 2 تا رادیکال 5 منهای 2b باید برابر باشه. هر بار هم که قدر مطلق رو برداریم باید یه طرف رو مثبت منفی بذاریم. این نکات رو توی معادل نامعادل کامل بهتون گفته بودیم. خب که میشه b منهای 4 تا رادیکال 5 مساویه با مثبت منفی 2 رادیکال 5 منهای چقدر؟ b. بچه‌ها عددی که به دست میاد رو من اگه بتونم اینجا واسهتون بنویسم. یه بار بچه‌ها حالتیه که خب b منهای 4 تا رادیکال 5 با خود این برابر بوده که 2 رادیکال 5 من یه 2b رو جا انداختم بچه‌ها. این 2b باید باشه منهای اینم پس باید 2b باشه. من درستش کنم جایی که اشتباه نوشتم رو. منهای 2 تا b که بچه‌ها b چی میشه؟ 3 تا b میشه مساویه با 6 تا رادیکال 5 و b میشه 2 تا رادیکال 5. یکم خوشخط ترش کنیم. اوکی. و بچه اگر حالتی رو بررسی کنیم که b منهای 4 تا رادیکال 5 مساوی با قرینه ایشون باشه، یعنی منفی 2 تا رادیکال 5 به اضافه 2 تا b بشه
که اگر اینو هم حساب کتاب کنیم بچه‌ها میشه منفی b مساوی با این هم بره اونور بچه‌ها میشه 2 تا رادیکال 5. پس b میشه بچه‌ها منفی 2 تا رادیکال 5. چون جا ندارم یه بار پاک میکنم، ولی به هر حال b رو ما مثبت منفی رادیکال 5 به دست آوردیم. مثبت منفی 2 تا رادیکال 5. پس بچه‌ها اینو من نوشتم، حالا پاکش کنم. پس بچه‌ها b شد مثبت منفی 2 تا رادیکال 5. حالا تو هر کدوم از اون معادلات بذارید بچه‌ها شعاع به دست میاد، ولی خب ما شعاعی رو می‌خوایم که بزرگتر باشه. که من یه بار دیگه بگم بچه‌ها این منفی 2x به اضافه y مساوی با 0 بود که پایین رادیکال 4 به اضافه 1 بود. بچه‌ها بالا بعد این به اصطلاح نقطه رو که بیش رو به دست آوردیم بذاریم توی معادل خط، میشه منفی 4 تا رادیکال 5 به اضافه b. فرض کنید یه بار b رو بچه‌ها با مثبت رادیکال 5 مثبت 2 تا رادیکال 5 نوشتیم که مطمئنا اینجا بچه‌ها شعاع کوچیک‌تری هم میگیریم، میشه 2 رادیکال 5 به روی رادیکال 5 که میشه چقدر 2 که تو گزینه‌ها هم هست. ولی بچه‌ها اون یه شعاع دیگر هم حساب کنیم که بچه‌ها با b منفی 2 تا رادیکال 5 به دست میاد که میشه پایین رادیکال 5، بالا بچه‌ها میشه منفی 4 تا رادیکال 5. بعد اینجا بچه‌ها ایگرگمون بیه دیگه، بیمون هم که شد منفی، میشه منهای 2 رادیکال 5 که میشه بچه‌ها 6 تا رادیکال 5 به 5 که میشه چقدر. ولی بچه‌ها شعاع چی رو می‌خواست؟ کوچکتره رو می‌خواست که جواب همون 2 بوده. اوکی، اینم از این سوال که بچه‌ها کامل حل شد و بررسی شد. سوال جالبی ان دیگه، اینا رو حل کنید تو هیچ کتاب تستی فکر نمی‌کنم به مشکل بر بخوری. بریم سراغ سوال بعدی. میگه اگر خطوط به معادله اینها قاعده یک زوزنقاشاتش رو طول ارتفاع آن کدام است؟ خب اینجا بچه‌ها فاصله دو تا خط موازی، چون قاعده های زوزنقه بچه‌ها حالت موازی داشتن. ارتفاع که بچه‌ها اینجا قرار میگیره میشه فاصله دو خط موازی که میشد قدر مطلق c منهای c پریم به رادیکال a2 به اضافه b2. ولی برای استفاده از این نکته بچه‌ها شما معادله دو تا خطتون رو به شرط یکسان برسونید. که این میشه 3x به اضافه 4 تا y منهای 5 مساوی با 0. ایشون میشه 6x به اضافه 8 تا y منهای 1 مساوی با 0. که چون تقسیم بر 2 این جالب نمیشه، ایشون رو ضرب در 2 میکنم که میشه 6 تا x 8 تا y منهای 10 مساوی با 0. اینم که 6 تا x به اضافه 8 تا y منهای 1 بوده. پس بچا اینجا که شرط یکسان شده a و b رو میتونید تشخیص بدید. a 6 b 8. پس بچا اینجا میشه رادیکال a به توان 2 میشه 36، 8 به توان 2 میشه 64 که میشه رادیکال 100 و میشه 10. بچا اختلاف 33 پریم هم که میشه منفی 10 منهای 1 که بچا چقدر میشه؟ میشه مثبت 9 دهم. اوکی، طول ارتفاع رو به دست آوردیم. این بچا درسنامه فاصله دو خط موازیه که این رو هم دیگه کار کردیم. بریم یه چند تا تip دیگه از این سوالو بچا بررسی کنیم. این سوال بچا میگه دو ضلع مربعیه. خب معادله دو تا خطتون رو کن. اگر اون 4x رو بیاریم ور میشه مثبت 4x به اضافه این خط رو دارم میگم 3 تا y هم که سر جای خودشه منهای 2 تا آب منهای 1. اگه ایشون رو یه ضرب در 3 کنیم بچا میشه 4 تا x 3 تا y به اضافه 6 مساوی چقدر؟ 0. حالا که بچا شرط یکسان دارید میبینید a و b بچا قابل تشخیصه که a 4 و b بچا چقدره؟ 3. و بچا میگه که ضلع مربع بچا چقدره؟ 9. یعنی بچا شما اگه یه مربعی داشته باشین این دو تا خط رو داده باشه بچا ضلع 9 باشه، یعنی فاصله این دو تا خط بچا چقدر بوده؟ 9 بوده. d مساوی با چقدر؟ 9 که فرمولش میشد c منهای 3 پریم. یکم تمرکز کنیم روی این فرمول که بچا اینا ملکه ذهنمون بشه. روی رادیکال a2 به اضافه بگید بعد چقدر باشه؟ 9 باید باشه. خب c ایشونه، 3 پریم هم به اصطلاح ایشونه. اگر بخوایم بنویسیمش c منهای 3 پریم میشه منفی 2 تا a منهای 1 منهای اون 6. و بچه‌ها رادیکال a2 به اضافه 2 میشه 16 a2 به اضافه b2 هم که بچه‌ها 16 به اضافه 9 که میشه 5. اونورم که بچه‌ها چقدر بوده؟ 9. طرف وسط این اگه انجام بدیم این میشه منفی 2 تا a منهای 1 منهای 1 منهای 6 بچه‌ها میشه منهای 7. یه دفعه بنویسیم دیگه مساوی با بچه‌ها 5 ضرب در 9 دیگه میشه 45 تا. درسته؟ خب اینم از این سوال بچه‌ها که اگر بخوایم حذف کنیم بچه‌ها قدر مطلق این منفی‌ها رو مثبت می‌کنیم میشه 2 تا a منهای 7 به اضافه 7. قدر مطلق رو حذف کنیم بچه‌ها میشه مثبت منفی چقدر؟ 45. در ادامه بچه‌ها یه بار باید با
در آخر سوال. یه بار بعد بچه‌ها با مثبته بریم که 2a به اضافه 7 مساوی با مثبت 45 میشه که بچه‌ها همینجا 2 a میشه مساوی با 38 a میشه بچه‌ها چقدر 19 مقدار مثبت رو می‌خواست که همین جواب مسئله است. و یه بار بچه‌ها 2a به اضافه 7 مساوی با منفی 45 میشه که اینجا یه مقدار منفی میده، میشه منفی 52 که بچه‌ها ما عدد منفی رو نمیخوایم، ما مقدار مثبت a رو میخوایم. این سوال هم بچه‌ها حل شد و فرمول دو خط موازی رو داشتیم با هم دیگه تکرار تمرین می‌کردیم. حالا تیپ سوم مسئله بچه‌ها اینجا کم داستان فرق میکنه. خب یه فرمولی به شما گفته بودن، قشنگ دقت کنید، در متوازی الاضلاع که اگه A B C D باشه X A، همه میگن اینو، همه میگن، ولی این فرمول به شدت احمقانه است. با احترام برای همه اساتید و همه مطالب آموزشی، کاملا نکته احمقانه ایه. چراش الان بهت میگم. برای ایگریگش هم بچه‌ها همین صورت. پس چون این نکته احمقانه الان حذف میشه. خب ایشون حذف، هر جای کتاب‌های درسی، هر جزئی و هر استادی دیدی حذفش کن. احمقانه است. چرا؟ چون من الان 3 تا سوال حل میکنم و بهت میگم که این سوال و این فرمول و این مفهوم بچه به درد ما نمیخوره، همه حالت‌ها رو نمیتونه پوشش بده. بیا تا بهت بگم چه خبره. بچه‌ها بریم راه حل منو یه بار مطرح کنیم. اینجا رسمش کنم که بچه‌ها فضای بیشتری داشته باشیم. خب آب مختصات 2 و 3. بچه‌ها 2 و 3 تقریبی دیگه اینجاست. خب بی به مختصات منفی 1 0 که بچه‌ها اینجاست و سی به مختصات 1 و منفی 2 که بچه‌ها اینجاست. یه روش اینه که بچه‌ها من اینجا رسمش کنم، یعنی دی بیفته اینجا. بچه‌ها بنویسیم 2 3 داشتیم، منفی 1 0 داشتیم، 1 و منفی 2 رو داشتیم. بچه‌ها تو روش من خیلی باحاله. بچه‌ها این روش رو من میگم هیچ کس دیگه نمیگه، گوش بده. و میخوام بهتر کنم به عنوان یه یادگاری تو این فصل میخوام بذارم که واسه بچه‌ها محلات تعریف کنید. داستان چیه بچه‌ها؟ گوش بدین و ببینید که چقدر قدرت مطالب ما زیاده. داستان چیه؟ بچه‌ها شما برای حل این سوال با روش من بچه‌ها از یه نقطه معلوم بعد برین روی نقطه معلوم دیگه، که اگه من از روی B برم به روی A، روی ایکس ها چه اتفاقی افتاده؟ منفی 1 شده 2، یعنی به ایکس ها 3 تا اضافه شده. ایگرگ 0 شده 3، پس بچه‌ها به ایگرگاتون هم 3 تا اضافه شده. همین اتفاق برای انتقال C به D هم میفته. تو نظام قدیم ما اینا رو بچه‌ها درس میدیم، ولی متأسفانه در نظام جدید هیچ کی اینو نمیگه. پس بچه‌ها اینجا باید ایکس هاتون 3 تا اضافه بشه، ایگرگاتون هم 3 تا اضافه بشه. که بچه‌ها برای دی اگر به 1 3 تا اضافه کنیم میشه 4، به منفی 2 3 تا اضافه کنیم میشه چقدر؟ 1. اوکی. حالا بستگی داره مثلث بشه یا نشه. چرا؟ بیاد بگم فرمول اونا و اون مفهوم اونا چرا مشکل داره، چون یه حالت رو فقط میتونه بررسی کنه و اونا میگن A B C رو و D رو به ترتیب بنویس، اینجوری بنویس مثلا. خیلی احمقانه است این حرف. بیا اینجا تا بهت بگم چه خبره. چون بچه‌ها این حالت دیگه ای هم داره. چطوری؟ این یه دونه جواب که بچه‌ها D شد 4 و 1. گوش بده تا بهت بگم چه خبره. بچه‌ها دوباره اگر A اینجا باشه، B اینجا باشه و C اینجا باشه، بچه‌ها یه حالت اینه که شما اینجا بتونید یک متوازی الاضلاع بکشید. حالا با مستطیل بودنش کار ندارم. A به مختصات بچه‌ها 2 3 بوده، C به مختصات 1 و منفی 2 بوده، B هم به مختصات بچه‌ها چقدر بوده؟ منفی 1 0. لذت ببر از قدرت آموزشیمون. بچه‌ها اگه مثلا من از یه نقطه معلوم برم روی نقطه معلوم دیگه، مثلا از روی این برم روی این دیگه، درسته؟ ایکساش 1 بوده شده 2، پس به ایکسات یه دونه اضافه شده. ایگرگت منفی 2 بوده شده 3، پس بچه‌ها به ایگرگتون چقدر اضافه شده؟ 5 تا اضافه شده، نه؟ درسته؟ پس همین اتفاق باید اینورم بیفته که بچه‌ها دی چه جور نقطه‌ای میشه. بعد به ایکساش یه دونه اضافه کنید، ایگرگا رو 5 تا اضافه کنید. بچه‌ها اگه به ایکسا یه دونه اضافه کنیم میشه 0. حالا من شکلمو تقریبی کشیدم و ایگرگمون بچه‌ها میشه چقدر؟ 5. آیا این قابل قبوله؟ نه، شکلش مشخصه مستطیل نیست. همون شکل اولمون 99% درست بود. ولی بچه‌ها یه جور دیگه هم باز میشه اینو رسمش کرد. میگی نه نگاه کن، گوش بده. اصلا داستان داریم اینجا. باز برمیگردم به این سوال. گوش بده. قشنگ دقت کن. بچه‌ها یه جور دیگه اینه که من A رو اینجا در نظر بگیرم، B رو اینجا، C رو اینجا. خب و بچه‌ها شکلمو اینجوری رسم کنم. پس 3 حالت مختلف میتونیم ما اینجا متوازی الاضلاع بسازیم. که حالا بستگی داره مستطیل بشه یا نشه. اصلا تو اون فرمول تو اصلا نمیتونستی این نکته ها رو چک کنی و بررسی کنی که آقا مستطیل میشه یا نمیشه. گوش بده بهت بگم چه خبره. A به مختصات 2 و 3 اینجاست، C به مختصات 1 و منفی 2 اینجاست
بی به مختصات بچه‌ها منفی 1 0 هم اینجاست. از روی یه نقطه معلوم بریم روی نقطه معلوم دیگه، از رویشون بریم رویشون. درسته؟ کچا تو این حالت 2 شده منفی، یعنی ایکساتون 3 تا کم شده، 3 شده 0 پس بچه‌ها ایگرگاتون هم 3 تا کم شده. همین اتفاق بچه‌ها برای اینورم میفته. دانش آموز میگه چرا از اونجا رفتی اونجا؟ میگم باشه اصلا فرقی نداره، از روی نقطه معلوم دیگه برو روی یه دونه دیگه. مثلا کجا بریم؟ مثلا بچه‌ها از رویشون بیایم رویشون. اینجا ایکساتون یکی کم شده، ایگرگاتون 5 تا کم شده. همین اتفاق بچه‌ها برای ایشون هم بیفته. که اگر ایکس یکی کم بشه، ایگرگ یکی کم بشه، میشه منفی 2، این میشه منفی 5. خب حالا فعلا با جواب مسئله کار نداشتش، بیاریم جلوتر. یه روش خوب مطرح کردم بچه‌ها، واسه اون فرمول مزخرف و چرت و پرت رو حذف کردم. واقعا ببخشید اینو دارم میگم، یعنی یک استاد واقعا نمیفهمه اینو که میاد این سوالو مطرح میکنه. بیا تا بگم چه خبره. بچه‌ها الان اینجا یک مربع، خب بریم بچه‌ها ببینیم این سوال چطوری میتونه حل کنه. مجموع طول و عرض. اگه از اون فرمول بری که عمرن اگه بتونی سوال درست حل کنی، و سوال آخرم رو که حالا بعد از اینو میارم اونم که اصلا نمیفهمی با اون روش، ولی با روش من کاملا اوکی. گوش بدیم بچه‌ها چه خبره، قشنگ دقت کنید. آب مختصات 1 و 2 بچه‌ها کجا بود؟ 1 و 2 اینجاست. بی مختصات منفی 5 و 2 کجاست؟ اینجاست. سی مختصات بچه‌ها منفی 2 و 5 کجاست؟ اینجاست. شما یه جور شکلتون میتونه ایشون باشه که بچه‌ها حالا من یک کوچولو بد کشیدمش ولی خب اشکال نداره. آموزش 1 و 2 بی به مختصات منفی 5 و 2 سی به مختصات منفی 2 چقدر؟ 5. گوش بدید. تو روش من از روی نقطه معلوم برو روی نقطه معلوم دیگه، مثلا از ایشون برو روی ایشون. که بچه‌ها داری می‌بینی از ایکسات 3 تا کم شده، از ایگرگات هم به ایگرگات هم 3 تا اضافه شده، 2 شده 5 دیگه. درسته؟ و همین اتفاق بچه‌ها باید چی بشه؟ اینجا اتفاق بیفته که بچه‌ها مسیر رو اشتباه رفتیم. چرا؟ چون دی مجهوله، نمیتونم از اون مجهول برم معلوم. پس کاش مسیر رو این شکلی در نظر می‌گرفت. بچه‌ها دارم همه حالت‌ها رو بهتون میگم که کامل با این روش من جا بیافتید. بهتر بود از روی ایشون میرفتیم روی ایشون، یا بچه‌ها از ایشون میرفتیم روی ایشون، فرقی نداره، در هر دو حالت حل میشه. اینجا به ایکس 3 تا اضافه شده، ایگرگ 3 تا کم شده. پس بچه‌ها همین اتفاق باید تو این مسیرم بیفته. به ایکس اگر 3 تا اضافه بشه بچه‌ها میشه منفی 2. اگر از ایگرگ 3 تا کم بشه بچه‌ها میشه منفی 1. اوکی؟ این یه راه حل. حالا مربع بودن نبودنش رو بررسی می‌کنیم. گوش بده برمیگردیم به همه این نکات. دقت کن. گوش بده. اگر آ رو 1 و 2 اینجا بگیرم، اینجا تقریبا. بی رو بچه‌ها کجا بگیرم؟ اینجا بگیرم. منفی 52. و سی رو اینجا بگیرم بچه‌ها یه روش اینه که اینو اینجوری رسمش کنم. اوکی؟ که اگر از آ به مختصات 1 و 2 بیایم به بی به مختصات منفی 52، بعد بریم به سی به مختصات منفی 2 و 5، دی اینجا میفته. من از رویشون میام رویشون. از ایکس ها 6 تا کم شده. ایگرگمون همون ایگرگ مونده، یعنی که همون زیاد نشد. پس بچه‌ها آره ایگرگشون هیچ اتفاقی نه، همون 5 میمونه. و از ایکس ها 6 تا کم میشه که بچه‌ها میشه منفی 8. حالا مربع هست یا نیست رو بررسی می‌کنیم. ولی یه حالت دیگه هم داره بچه‌ها. 3 نقطه میتونه 3 جور بهتون متوازی الاضلاع بده. یه دونه دیگه بچه‌ها بریم. 1 و 2 اینجاست، اینم اینجاست، اینم اینجاست. بچه‌ها یه دونه دیگه بچه‌ها میتونه این فرمی باشه. که خب زایه است که مربع نیست، یعنی خیلی راحت هم میتونی سوالو با همون نگاه اولیه حلش کنی. گوش بده. آ به مختصات 1 و 2 بی به مختصات منفی 5 و 2، اینم که بچه‌ها سی به مختصات منفی 2 چقدر؟ 5. گوش بده. اگه از روی ایشون بریم روی ایشون چطور؟ به ایکساتون بچه‌ها خب 3 تا اضافه شده، منفی 5 شده 2، منفی 2. و ایگرگاتون هم بچه‌ها 2 شده 5، پس بچه‌ها به ایشون هم 3 تا اضافه شده. همین اتفاق باید اینورم بیفته. ایکس 3 تا اضافه، ایگرگ هم 3 تا اضافه. دی میشه به مختصات، گوش بده کلی کار دارم، 4، اینم میشه بچه‌ها چقدر؟ 5. اوکی؟ ولی خب باز هنوز این سوال واسه من مهم نیست، بهش برمیگردم. بیا اینجا. این تست منو به همه بده. بچه‌ها قدرت آموزشی دیگه، قدرت علمی. این سوالو به همه بده. چون وقتی میگه متوازی الاضلاع بچه‌ها همه حالت‌ها قابل قبوله. حالا مربع و مستطیل 2 حالتش قبول نیست، یه حالتش فقط قبول میشه که چک کنیم مربع و مستطیل میشه یا نه. که بچه‌ها اون فرمول اصلا قابلیت اینا رو نداره. اینجاست که ما میتر کنیم. بلاش وقتی میگه متوازی الاضلاع سوالو ببین چجوری طرح کرده. یه بار یه بار قبل من بچه‌ها روی این سوال فکر کنید ببینم چیکار می‌کنید. بدین.
خب بچه همون آب مختصات 1 و 2 گوش بدین اینجا بود. بی و مختصات بچه چقدر؟ دقت کنید. -52 اینجاست. اینم که بچه 30. یه حالت این بود که بچه اینجوری رسمش کنیم. تقریبا دیگه. حالا من یکم بد کشیدم شکلمو چون نقطه هامو خوب جایگذاری نکردم. واقعیت ماجرا این بعد اینجا باشه، این بعد اینجا باشه، اینم بعد اینجا باشه. که فرم مربعی داره به خودش میگیره تقریبا. ولی مهم نیست تو این سوال چون گفتیم متوازی اضلاع باشه. بچه آ مشخصه، بی -52 مشخصه، سی و مختصات بچه -2 و 5 هم مشخصه. از روی این بریم بچه به ایکس همون 3 تا اضافه شده، از ایگرگ همون 3 تا کم میشه. که بچه اگر این کارا اینجا انجام بدیم 3 تا اضافه کنیم ایگرگ رو 3 تا کم کنیم، دی چجور نقطه‌ای میشه بچه؟ اینجا 3 تا اضافه شده میشه -2، 3 تا کم میشه -1. پس بچه -2 و -1 میتونه یکی از این، میگه نمیتواند. پس بچه گزینه 1 حذفه. بیا پیش من. اگه اینجا باشه، بیا اینجا باشه، یه حالت این بود که بچه اینجوری رسمش کنیم. -52 -2 و 5. بچه اگر من از روی این نقطه برم به اینجا، به ایکسام 6 تا اضافه شده، ایگرگام هم همون مونده. درسته؟ همین اتفاق بچه دی اینجا رو به ما میده. به ایکسام اگه 6 تا اضافه کنیم بچه میشه 4، اگه ایگرگمون هم ثابت نگه داریم میشه 4 و 5. که بچه گزینه 2 هم میتونه باشه. ما دنبال گزینه میگردیم که نمیتونه باشه. پس بچه تا اینجا 2 تا گزینه خط خوردن. اوکی؟ ایشون خط خوردن. یه فرم دیگه هم میتونستیم بس کنیم. این فرمی خیلی هم سریع روش من. اونا که با این روش با اون روششون نمیتونن این سوال حل کنن. میگم امتحانش مجانی، به همه اساتید این سوال رو بده، به همشون. که اگر از ایشون بریم روی این، ایکس ها 3 تا کم شدن، ایگرگ ها 3 تا اضافه شدن. بچه ایکس ها اگر 3 تا کم بشن، دی مختصرش میشه -8، 3 تا اضافه شده میشه چقدر؟ 5. -8 و 5. پس گزینه جواب این بوده. اوکی؟ این روش من همه حالت‌ها رو میتونه پوشش بده و خیلی هم ساده است. متوازی اضلاع دیگه، همون جوری که آ رفته روی سی، بی باید بره روی دی. اوکی؟ انتقال در نظام قدیم بود. ولی خب اساتید نمیدونم چرا اینو بلد نیستن. نمیدونم تو نظام قدیم چیکار می‌کردن. این سوال بچا مگه نمیگی باید مربع باشه بچا؟ خب اگر آب مختصات 1 و 2 رو تقریبا اینجا بگیریم، -52 رو هم اینجا بگیریم، بنویسم سریع. سی رو هم که بچه‌ها با مختصات -2 و 5 بگیریم، شکلی که با مربع خیلی نزدیک بود بچه‌ها ایشون بود. خب گوش بدیم. از یه نقطه معلوم بریم روی نقطه معلوم بچه‌ها، از ایشون میایم روی ایشون. ایکس هامون 3 تا اضافه شده، -2 شده 1. ایگرگ هامون هم بچه‌ها چی؟ 3 تا کم شده. خب سریع ایکس اگه 3 تا اضافه بشن بچه‌ها میشه -2، ایگرگ اگه 3 تا کم بشن میشه -1. حالا ببینیم مربع هست بچه‌ها، مربع طول ضلعش با هم دیگه برابرن. AC که بچه‌ها میشه چقدر؟ اختلاف ایکساش میشه 3/2 میشه 9. اینم میشه بچه‌ها چقدر؟ 9. BC هم باید یا بچه BC BD اینا هم باید بچه چقدر بشن؟ رادیکال 18 باید بشن دیگه. خب من BC رو حساب میکنم، فرقی نمیکنه بچه. اختلاف ایکساش میشه 3/2 میشه 9، اختلاف 3/2. اوکی، پس اینو بچه مربع، یعنی شکل قابل قبول این بود و اون فرمول به هیچ وجه پتانسیل قضیه رو نداشت. بیا اینجا ببینم سوال قبلیش. خب من 2 تا اضافه زدم. مربع نه ایشون مستطیل. بچه‌ها سوالی که میتونه تو این مستطیل باشه شکلتو بکش تا متوجه بشی. خب قشنگ گوش بدین، همه دقت کنن. بچه‌ها آب مختصات 2 و 3 اینجاست تقریبا. یکم دقیق‌تر بکشین، یکم نقاطتون رو درست‌تر بکشین، نزدیک به واقعیت. -1 0 اینجاست. 3 مختصات 1 و -2 بچه‌ها اینجاست. خب اگه میخواد مستطیل باشه بچه‌ها این فرمی میتونه مستطیل باشه. این شکل به مستطیل نزدیک‌تره. اینم بی مختص -1 0. این آدم قبلش متوجه میشه یه کوچولو اگه شکلش دقیق بکشه. که دی اینجا میفته. خب بچه از روی
ایشون برید روی ایشون که بچه اینجا ایکس هاتون 3 تا اضافه شده، ایگرگ هاتون هم 3 تا اضافه شده. همین اتفاق بچه اینجا ایکس ها 3 تا اضافه میشه 4، اینم 3 تا اضافه میشه 1. حالا چجوری متوجه شدم بچه مستطیل؟ تو مستطیل بچه اینجا باید شیب 90 درجه باشه. خب بچه بریم ببینیم چه خبره. شما شیب آبی رو حساب کنید. شیب آبی میشه اختلاف ایگرگ ها میشه 3، اختلاف ایکس هم بچه چقدر میشه 3. پس ایشون شیب شده 1. بچه شیب عادی رو حساب کنید، بعد عکس و قرینه بیفته دیگه. میشه اختلاف به اصطلاح ایکساش که میشه 2، اختلاف این میشه -2. بچه شیب منفی عکس و قرینه است، پس ایشون مستطیل هست. و این فرمیه که ما میتونیم سوال حل کنیم. این 3 تا سوال رو نه، همون سوال آخرمو به همه بده، نمیفهمن. اگر طرف بخواد از اون فرمول عمرن بچه اصلا این دید هندسی و این تحلیل هندسی رو نداره. بچه فصل هندسی تحلیلیه، متوجه این قضیه نمیشن. دم ما گرم که انقدر خفنیم. و واقعا این آخر فصل یک کادو و هدیه از طرف من به شما بود که بدونید بچه ما چقدر خفنیم. حالا بریم بچه‌ها سراغ ادامه که آخرین مطلب رو هم اینجا داشته باشیم که ایشونه. خب بچه این سوال بچه‌ها توی این سوال 3 تا خط به ما داده. من یکم خطامو قشنگ‌تر بنویسم. ایشون ایگرگ مساوی با -2x به اضافه چقدره؟ 16. و اگر اینو اصلاح کنیم بچه‌ها ایگرگش یه طرف بمونه، اونور میشه x دوم به اضافه 1. اوکی؟ و بچه‌ها خب ایگرگ مساوی به 0 هم که خب مشخصه. چرا؟ بیاین روی دستگاه این بچه‌ها خطا رو داشته باشیم. ایگرگ مساوی با 0 این خطه. ببینیدش. این ایگرگ مساوی با 0 که ایشونه. یه خط داریم با شیب مثبت که با عرض از مبدأ مثبت که اینجا واقع میشه. یه خط هم داریم با شیب منفی عرض از مبدأ مثبت که ایشان اینجا قرار میگیرد. که 3 تا نقطه داریم. خب اگه اسمشونو بذاریم A، اسمشونو بذاریم B، اسمشونو بذاریم C، B و C خیلی ساده بچا قابل حلن. اینجا جایی که Y 0، بچا Y رو بذارید 0، Y رو بذاریم 0، X همون بچا میشه منفی، اونم میشه -2. اگه بچا تو این خط Y رو بذاریم 0، دقت کنید میشه 2x مساوی 16 بچا میشه چقدر؟ 8 و 0. درسته؟ خب آ هم بچا برخورد این دوتا خطه. برای آ باید برخورد این دوتا خط حساب کنیم که بچا یه دستگاه دیگه. اگر از هم دیگه کمش کنیم ایگرگ با ایگرگ خط میخوره. -2x منهای یه دومش میشه -5 دوم، اونم میشه به اضافه 15 مساوی با چقدر؟ 0. که بچا -5 دوم x مساوی با -15 میشه. اگر 50 با هم دیگه خط بخورم بچا اونور 3 مون x میشه بچا چقدر؟ 6. پس بچا x مون چقدره؟ 6. اوکی؟ و y مون بچا بذاریم تو این خط 6 دوم 3 به اضافه 1 میشه بچا چقدر؟ 4. خب میگه میانه ای که بچا بر خط افقی رسم میشه. میانه بر خط افقی بچا من بذاریم ما یه رنگ جذابتر بیام. میانه بر خط افقی بچا یعنی این میانه ای که اینجا رسم میشه بچا، یعنی AM. اگر AM میخوای A رو داری به مختصات بچا 6 و 4. M بچا وسط BC که خب وسط این میشه میانگینش میشه -2 8 جمعشون 6 به 2 میشه 3 0 و 0 هم که میشه چقدر؟ 0. بچا شما طول AM رو میخواید که طول AM میشه اختلاف x ها که خب میشه 3 به توان 2 میشه 9 به اضافه 4 به توان 2 میشه 16 که جواب میشه بچا چقدر؟ 5 همین گزینه 4. اوکی؟ اینم از این سوال که بچا به سادگی هرچه تمام‌تر حل شد و این آخرین سوال این مبحثه. تا اینجا سال 11 هم بودیم. این برای بچه‌ها سال 11 هم و 12 هم مشترکن. ولی بچه‌ها دیگه ادامه این قسمت رو ادامه این مبحث رو می‌خوام بریم تو قسمت دوم که بچه‌ها اونجا دیگه می‌خوام مواد مخروطی رو شروع کنیم که اونم خیلی بحثش جذابه. امیدوارم از این جلسه لذت کافی و کامل رو برده باشین تا ان شاءالله تو قسمت بعدی بچه‌ها بریم بهتر کنیم.